بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلاة و سلام علی سید الانبیاء و المرسلین و علی آله و صحبه اجمعین. بینندگان عزیز و گرامی، در خدمت شما سروران گرامی هستیم با قسمت دیگری از برنامه حجت بی حجت. همانطوری که میدونید در هفته گذشته در باب مولد حسین ابن علی رضی الله تعالی عنهما صحبت کردیم و یک سری تناقضات و دروغ‌هایی که در کتاب اصول کافی وجود داره رو خدمت شما بزرگواران بیان کردیم. این برنامه علمی است و ما این احادیث رو بررسی می‌کنیم، بررسی دقیق علمی، و شاید این برنامه به خاطر اینکه موضوعات کمی موشکافی میشه سنگین باشه برای بعضی از بینندگانی که عادت کردن به کلیپ های ما و به برنامه‌های کوتاه و مختصر. این برنامه هدفش اینه که صحیح ترین کتاب مذهب شیعه اثناعشری که کتاب کافی است و مهمترین رکن و اساس این مذهب که امامت هست و ائمه اثناعشر یا امامان دوازدهگانه‌ای که وجود دارن که اساس و پایه این اعتقاد رو تشکیل میده، میایم صحت این کتاب، صحت روایات این کتاب و تناقضات و دروغ‌هایی که در این کتاب وجود داره رو از نگاه علمی بررسی میکنیم و اینو میطلبه که یک کمی موضوع به اصطلاح به شکل مفصل‌تر مورد بحث و بررسی قرار بگیره. در این قسمت هم با جناب حضرت مولانا عبدالقدوس دهقان استاد محترم علوم اسلامی همراه هستیم. من عرض سلام و ادب دارم حضرت استاد خدمت شما. منم خدمت جناب عالی جناب استاد انصاری و همچنین شما بینندگان عزیز و ارجمند عرض ادب و سلام دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و در خدمت جناب علی ان شاء الله. بارک الله فیکم. جناب استاد، ما در هفته‌ای که گذشت احادیث اول و دوم این باب رو بررسی کردیم و یک سری از تناقضات و دروغ‌هایی که وجود داشت در این دو روایت بیان کردیم. همونطوری که در کتاب بحارالانوار جلد 43 صفحه 273 و 238 اهانت هایی که به حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها شده بود و اینکه ادعا کرده بودن به دروغ که ایشون به اصطلاح عادت ماهانه نمیدیدن و مانند بقیه زنان بشر نبودن، یعنی به نوعی میخوان فضیلت تراشی بکنن برای فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها و سلام الله علیها، در حالی که میدونیم که طبق عقیده ما اهل سنت همین که ایشان دختر محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم هست کافی است. نیاز به این نیست که ما بیایم به دروغ فضائل بتراشیم برای اونا. بعد از یک طرف در همین روایت اول این باب مولد حسین ابن علی در اینجا ادعا کرده بودن در روایت دوم که بین حسن و حسین یک طهر بوده، یعنی یک پاکی که در عادت ماهانه برای خانم ها ایجاد میشه و این روایت در تناقض است با اون ادعایی که کرده بودن در کتاب بحارالانوار. امروز در مورد روایت های باقی مانده این باب ان شاء الله صحبت خواهیم کرد و در خدمت شما هستیم تا فرمایشات شما رو بشنویم. الحمد لله رب العالمین و العاقبة للمتقین و الصلاة والسلام علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. همون گونه که شما اشاره کردید ما در باب مولد حسین ابن علی رضی الله تعالی عنهما هستیم. در مورد روایت اول و دوم این باب ما مطالبی رو در هفته گذشته خدمت بینندگان عزیز ارائه دادیم و قبل از آن هم پرداختیم به نظر علامه مجلسی در مورد روایات این باب و اینو عرض کردیم که در این باب آقای کلینی با تلاش 20 ساله خودشون 20 سال زحمت کشیدند و نهایتاً شایسته دیدند یا اینکه به این نتیجه رسیدند و توانستند که در این باب مولد حسین ابن علی رضی الله تعالی عنهما 9 حدیث رو انتخاب بکنند، برگزینند و در این باب در واقع ثبت بکنند که به اعتراف علامه مجلسی معظم این روایات ضعیف و مجهول و یا موثق یا مختلفی هستند،
از مجموعه 9 روایتی که در این باب اومده بود، حدیث اول مختلف فیه بود که مجلسیان رو به عنوان یک حدیث صحیح باور کرده و اون رو قبول کرده بود. حدیث دوم حدیث صحیحی بود که در مورد این حدیث ما در هفته گذشته مطالبی رو مفصلا در اندازه‌ای که یک برنامه که فرصت بود خدمتشون بینندگان عزیز بیان شد. روایت سومش باز هم مختلفی هست. روایت چهارمش مرسل هست، با 2 سند اومده و سند دومی و مطلب دومی هم که آقای مجلسی اینو میگه که مختلف مرسل هست. روایت پنجم این باب مرفوع هست. روایت ششمش موثق هست، یعنی اینکه راویش شیعه امامی نیست، منتها اینو گفته موثق، هم پایه صحیح هست، موثقون کالصحیح. روایت هفتم حسن، هشتم مجهول و نهم بنابر قول مشهوری که ذکر کرده ضعیف هست. این یک مجموعی هست از احکام و حکمی که علامه مجلسی بر احادیث این باب در واقع صادر کرده. اگر بخواهیم که از نگاه علمی بررسی بکنیم این روایات را، حکم حدیثی این احادیث را از نظر روایت حدیث و علم درایه و روایه ما بپردازیم، هم محتوایش اشکال دارد و هم سندش اشکال دارد که اشکالات سندی رو در واقع علامه مجلسی با همین حکمی که صادر کرده اون اشکالات سندیشون در واقع از دیدگاه خودش بیان کرده، گرچه در برخی از موارد بر اساس نیاز آنگونه که خودش لازم میدیده، یعنی با میل و هوس خودش یک حدیثی رو که صحیح نبوده صحیح هم معرفی کرده. به هر صورت به صورت کلی تمام این روایاتی که ذکر می شود در یک نگاه وقتی که بخوایم از نظر سندی به اون نگاه بکنیم باید برگردیم ببینیم که علامه مجلسی در مورد این روایات چه گفته. همون گونه که عرض کردم معظم روایات این باب مختلفی و ضعیف و مجهول و مرسل هستند. این مجموعی و خلاصه‌ای در مورد حکم علامه مجلسی در کتاب مرآت العقول جلد 5 در مورد روایاتی بود که در این باب در واقع ذکر شده. در مورد روایت اول و دوم قبلا مطالبی رو عرض کردیم، گرچه مطالب دیگر هم مانده، منتها از آن صرف نظر میکنیم و میپردازیم به بقیه احادیث و روایات این باب تا اینکه فرصت بکنیم و وقت کفایت بکنه تا اینکه مطالب رو در واقع به صورت کامل انشاءالله خدمت بینندگان عزیز ما بیان بکنیم. روایت سوم و چهارمی که در این باب اومدن در واقع موارد مشترکی رو با همدیگر دارند که این مطالب یا اصل روایت گرچه با همدیگر تفاوت‌هایی رو هم دارند، منتها مطالب مشترکشون با همدیگر در واقع نزدیک به هم هستند و اصل موضوع روایت و مطلب اصلیش یک مطلب مشترک هست. در روایت سوم که راوی اولش محمد ابن یحیی هست، آقای کلینی از محمد ابن یحیی نقل می کند و نهایتا این روایت از ابی خدیجه از ابی عبدالله امام جعفر صادق نقل شده. من اصل این روایت رو خدمت بینندگان عزیز قرائت می کنم. در این روایت ادعا شده که ابو عبدالله رضی الله تعالی عنه میگویند که لما حملت فاطمه علیه السلام، زمانی که فاطمه باردار شدند به حسین، جاء جبریل الی رسول الله صلی الله علیه و سلم، جبرائیل آمد نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم فقال ان فاطمه ستلد غلاما تقتله امتک من بعدک، فاطمه نوزادی رو به دنیا خواهد آورد که امت تو بعد از شما او رو در واقع میکشند یا به شهادت میرسانند. فلما حملت فاطمه، زمانی که فاطمه باردار شد به حسین، کرهت حمله، و ایشون ناراض شدند از حمل و بارداریشون، نمیپسندیدند این حمل و بارداری رو. و حین وضعته کرهت وضعه، هنگامی که وضع حمل کردن خود همین وضع حمل رو هم ایشون نپسندیدند و خوشحال نبودند، از این ناراض بودند. ثم قال ابو عبدالله، امام ابو عبدالله میگوید که لم ترف الدنیا ام تلد غلاما تکرهه،
میگه در دنیا مادری پیدا نشده که از فرزند خودش بدش بیاد و ناراض باشه، ناخشنود باشه و اون رو نپسندد. ولکنها کرهته لما علمت یا لما علمت انه سیقتل. اما بدین خاطر ایشون رو در واقع ناپسند و ناگوار میدانست و خوشحال نبود به ولادت یا به بارداری به حسین و خوشش نمی آمد، بدین خاطر که میدانست که امت رسول الله صلی الله علیه وسلم در واقع حسین رو میکشند یا نوزادش سرانجام کشته خواهد شد. قال و فیه نزلت هذه الآیه. امام ابو عبدالله میگوید که این آیه در مورد حسین نازل شده. آیه این است: و وصینا الانسان بوالدیه. من همون مطلبی که در خود کتاب هست میخونم: و وصینا الانسان بوالدیه حسنا حملته امه کرها و وضعته کرها و حمله و فصاله 30 شهرا. ادعا کرده که این روایت، این آیه در مورد سیدنا حسین رضی الله تعالی عنه در واقع نازل شده. خب در اینجا در چاپ پی دی افی که ما داریم نشون میدیم احسانا اومده جناب استاد. بس هیچ اشاره هم نکرده در پاورقی کتاب. اشاره اینجا نداره. بله اصل آیه احسانا هست. اصل آیه احسانا هست. منتها دوستان اگر لطف کنن چاپ شما رو نشون بدن، نمایش بدن این چاپ رو. اگر بله. این روایت چهارم، این سوم این باب هست در اینجا و اصول کافی جلد یکم کتاب الحجه صفحه 464 روایت سوم هست. آیه در اینجا هست: و فیه نزلت هذه الآیه. این آیه در مورد سیدنا حسین نازل شد: و وصینا الانسان بوالدیه حسنا. که حسنا. خب من قبل از اینکه به روایت دوم بپردازم یک نکته رو در مورد همین روایت خدمت بینندگان عزیز من عرض بکنم. جالب اینجا است که در خود همین روایت و همچنین روایت بعدی، هم این روایت و هم روایت بعدی که روایت چهارم است، طبق معمول امام شیعه یا راویان شیعه آیه قرآن رو اشتباه نقل میکنند. این آیه قرآن را یا این که امام اشتباه نقل کرده یا این که راویان شیعه نقل کردن و بگیم خوشبختانه این کتاب رو که شما داشتید و پی دی افش رو میدونید که در اینجا اصلاح کردن. اصل آیه همون احسانا هست. اما در چاپی که در اختیار من هست و بیشترین چاپ های کتاب اصول کافی، این مطلب به همون صورت حسنا مونده که و وصینا الانسان بوالدیه حسنا، که در اصل آیه همون احسانا هست و حسنا نیست. این در واقع یکی از مواردی هست که نشانه اگر اشتباه بوده که خب واقعا اصلاحش کردن. اما همین مطلب را وقتی که توضیح میده در کتاب مرآت العقول، علامه مجلسی در اونجا این آیه رو تفسیر نکرده، همین کلمه حسنا رو آورده و همین حسنا را که وصینا الانسان بوالدیه حسنا به همین گونه اینو در واقع تفسیر کرده. یعنی امکان نداره که خطای مطبعی باشه؟ اگر این بود حداقل علامه مجلسی اینو یادآوری میکرد که این در واقع احسانا هست و این وقتی که تفسیر میکرد این حدیث رو یا آیه رو، این حسنا رو در اونجا دوباره ذکر نمیکرد. اما در متن مرآت العقول وقتی که میآورد دوباره به صورت حسنا ذکر کرده و در اینجا هم حسنا هست، هم در این کتاب و در بسیاری از چاپ‌ها و هم در شرحی که بر این کتاب نوشتن همین آیه رو به همین صورت که وصینا الانسان بوالدیه حسنا. و همچنین در روایت بعدی، در روایت بعدی هم مطلبی هست که در اونجا هم آیه در واقع به صورتی که اشکال داره نقل کردن. در روایت بعدی از ابو عبدالله نقل شده، باز هم روایت از محمد ابن یحیی هست، من یک فرد هست و از ابو عبدالله نقل کرده میاد که قال ان جبرائیل علیه السلام نزل علی محمد، که جبرائیل علیه السلام بر محمد صلی الله علیه وسلم نازل شد. فقال له یا محمد ان الله یبشرک بمولود یولد من فاطمه. الله متعال به شما مژده میدهد و بشارت میدهد به مولودی و نوزادی که از فاطمه به دنیا خواهد آمد. تقتله امتک من بعدک، امت تو بعد از تو او را خواهند کشت. فقال یا جبرئیل و علی رب السلام، گفت ای جبرئیل سلام مرا هم به الله برسان و علیک السلام یا علی رب السلام. لا حاجت لی فی مولود یولد من فاطمه تقتله امتی من بعد. من نیاز ندارم، نمیخوام چنین مولودی را که بعد که از فاطمه به دنیا بیاد و بعد از من امت من اون را بکشن. فعرج ثم هبط، جبرئیل رفت به آسمان نزد الله متعال، دوباره نازل شد و فرود آمد.
ثم هبط فقال له مثل ذلك. دوباره همون مطلب را در واقع تکرار کرد. جبرئیل گفت که یک نوزادی برای فاطمه به دنیا میاد که بعد از تو امتتون رو خواهند کشت. فقال یا جبرئیل وعلى رب السلام لا حاجة لي في مولود تقتله امتی من بعدی. بگو که من مولودی رو که امت من در واقع بعد از من امت من اون رو بکشن، اون رو در واقع من چنین مولودی را نمیخوام. فعرج جبرئیل الى السماء. جبرئیل دوباره رفت به آسمان و این در اینجا تکرار شده، چند مرتبه جبرئیل میره. در اول میگه فقال یا جبرئیل وعلى رب السلام لا حاجة لي في مولود يولد من فاطمه تقتل امتی من بعد. فعرج ثم هبط. جبرئیل رفت به آسمان، دوباره برگشت برای بار دوم. فقال له مثل ذلك. دوباره همون گفتشو تکرار کرد. فقال یا جبرئیل وعلى رب السلام لا حاجة لي في مولود تقتله امتی من بعده. برای بار دوم رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که سلام خدا رو جواب بده، بگو علی رب السلام، بگو که من مولودی رو، نوزادی رو که امت من بعد از من اون رو بکشن، من به چنین مولودی نیاز ندارم. فعرج جبرئیل علیه السلام الى السماء. جبرئیل رفت به آسمان. ثم هبط. بار سوم دوباره فرود آمد. فقال یا محمد ان ربک یقرئک السلام. خدای تو به تو سلام میگوید و یبشرک بانه جاعل فی ذریتی الامامه والولایه. که الله متعال به تو مژده میدهد که الله متعال امامت و ولایت و وصیت را در ذریه و در نسل و نژاد همین مولود قرار خواهد داد. انه بانه جاعل فی ذریته الامامه والولایه والوصیه. فقال قد رضیت. برای بار سوم وقتی که این مژده اومد رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که من راضی شدم. ثم ارسل الی فاطمه. رسول الله قاصدی رو فرستادن پیش فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها به این عنوان که ان الله یبشرنی بمولود یولد لک. الله متعال به من مژده داده به یک مولودی، نوزادی که از تو به دنیا خواهد آمد. تقتله امتی من بعدی. که امت من بعد از من او را خواهند کشت. فارسلت الیه لا حاجة لی فی مولود منی تقتله امتک من بعدی. فاطمه هم فرمودند که من نیازی به مولودی ندارم، بچه‌ای که از من به دنیا بیاد و بعد از تو امت او را بکشند. فارسل الیها ان الله قد جعل فی ذریته الامامه والولایه والوصیه. رسول الله صلی الله علیه و سلم پیام می‌فرستادند که الله متعال امامت و ولایت را و وصیت را در همین فرزند تو قرار خواهد داد. فارسلت الیه انی قد رضیت. من راضی شدم. فحملته کرها و وضعته کرها و حمله و فصاله 30 شهرا حتى اذا بلغ اشده و بلغ 40 سنه قال رب اوزعني ان اشکر نعمتك التي انعمت علی و علی والدی و ان اعمل صالحا ترضاه و اصلح لی فی ذریتی. در اینجا وقتی که این آیه رو در واقع جدا کرده که قد رضیتو فحملته کرها، اینجا داخل دو گیومه گذاشته در این چاپی در اختیار من هست. اصل آیه هست حملته امه کرها. در اینجا کلمه امه رو در اینجا نیاوردن. در چاپی که شما هم دارید اونجا یک فای گذاشته خارج از پرانتز. فحملت اونجا نه، کلمه امه رو اضافه کردن. حملته امه، یعنی اونجا هم به صورت درست آوردن، اما در اینجا چیزی رو به این اشاره نکرده. فحملته اونجا هم نشون بدن کتابی رو که از استاد دارن. فحملته کرها در اینجا هست این آیه قد رضیت فحملته کرها که اینجا کلمه در واقع عمر در اینجا افتاده. منتها در اینجا در اون مطلبی که اولی که در آیه اول که وصینا الانسان بوالديه حسنا، در اینجا در فارقی شماره آیه رو زده احقاف شماره 15 و فی المصحف احسانا بدل حسنا. در مصحف احسانا اومده به جای حسنا. بعد از این وقتی که این آیه نازل شد و این فلولا انه قال، این فرزند گفت، وقتی که این فرزند یعنی سیدنا حسین رضی الله تعالی این آیه را خوند، فلولا انه قال اصلح لی فی ذریتی لکان ذریته كلهم ائمه. اگر حضرت حسین رضی الله تعالی عنه به جای این که بگوید اصلح لی فی ذریتی، یعنی این کلمه فی رو بیاره که پروردگار برخی از امت، برخی از فرزندان ما را اصلاح بکن، یعنی در فرزندان من اصلاح رو قرار بده. اگر این نمی گفتند که اصلح لی فی ذریتی و به جای اصلح لی فی ذریتی می گفتند اصلح لی ذریتی،
که حرف فی رو در اینجا برمی داشتن، لکان ذریت کلهم ائمه، تمام فرزندان حسین به امامت می رسیدند. اما چون که در اینجا دعا کرده بودند که اصلح لی فی ذریتی، به خاطر همین فی در واقع امامت به تمام فرزندان حسین نرسید و برخی از فرزندانشون به امامت رسیدند. در ادامه روایت میگه که ولم یرضع الحسین من فاطمه علیها السلام ولا من انثى، حضرت حسین رضی الله تعالی عنه نه از فاطمه شیر خورد و نه از زن دیگری، نه از فاطمه و نه از زن دیگری، از هیچ کس شیر نخورد. و کان یؤتی به النبی صلی الله علیه و سلم فیضع ابهامه فی فیه، حضرت حسین رو می آوردن نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم و ایشون هم انگشت شست خودشون رو در دهان حسین می گذاشتن. فیمص منها ما یکفیها، حسین می مکیدن انگشت رسول الله صلی الله علیه و سلم را ما یکفیها الیومین و الثلاثه، می مکیدن و سیر می شدن تا 2 روز یا 3 روز دیگه براشون کفایت میکرد. فنبت لحم الحسین علیه السلام من لحم رسول الله و دمه، گوشت و خون رسول حضرت حسین رضی الله تعالی عنه از گوشت و خون رسول الله صلی الله علیه و سلم پدید آمد. ولم یولد لستة اشهر الا عیسی بن مریم و الحسین بن علی، غیر از حسین و عیسی کسی 6 ماهه به دنیا نیامده. و فی روایت اخرى، در روایت دیگر از ابوالحسن رضا آمده که ان النبی صلی الله علیه و سلم کان یؤتی به الحسین، روایت دیگری هست که حسین رو می آوردن نزد ایشان فیلقیمه لسانه، رسول الله زبان خودشون رو در دهان حسین می کردند، فیمسه فیجتزع به ولم یرتزع من انثى، حضرت حسین رضی الله تعالی عنهم کفایت می کردند یا سیر می شدند از این مکیدن زبان رسول الله صلی الله علیه و سلم و از هیچ زن دیگری در واقع ایشون شیر نخوردن. این 2 تا روایت هست که با هم دیگر در واقع شبیه هستند، خصوصا در مورد وصینا الانسان بوالدیه احسانا که این آیه در مورد سیدنا حسین رضی الله تعالی عنه نازل شده. الان وقتی که ما برمیگردیم، اولا اشکال اولی این روایت اونگونه که در این کتاب هست و در شروحی که بر این کتاب نوشته شده، همین اشکالی هست که در خود آیات هست که آیات رو به صورت کامل ذکر نکردن، اشتباه ذکر کردن، منتها در چاپی که شما داشتید این آیات رو در واقع اصلاح کردن بدون اینکه اشاره بکنند که در اصل کتاب و در نسخه خطی کتاب به چه صورتی بوده. این یک مطلب دوم این است که خود همین آیه‌ای که در اینجا نازل شده که وصینا الانسان بوالدیه احسانا که سوره احقاف هست، این سوره مکی هست. این سوره مکی هست، یعنی این که این سوره قبل از هجرت رسول الله صلی الله علیه و سلم به مدینه منوره بر ایشان در واقع نازل شده. هم در روایت 3 این آیه اومده و هم در روایت 4. این سوره مکی هست، یعنی این که این سوره در مکه نازل شده و سیدنا حسین رضی الله تعالی عنه سالها بعد در مدینه به دنیا آمدن، بنابر اون چیزی که آقای کلینی نقل کرده سال 3 یا بنابر روایت دیگر سال 4 هجری ایشون در واقع به دنیا آمدن. پس بنابراین این نمیتواند مصداقش سیدنا حسین رضی الله تعالی عنه باشه یا سبب نزول و شأن نزولش که این آیه در مورد حضرت حسین رضی الله تعالی عنه و هنگام ولادت ایشان نازل شده باشه، بلکه این سوره مکی هست و این آیه هم در مکه مکرمه در واقع نازل شده. و در اینجا صراحتا در این خصوصا در روایت 3 میگه که و فیه نزلت هذه الآیه، و فیه نزلت هذه الآیه، تصریح داره به این که این آیه در مورد حسین رضی الله تعالی عنه نازل شده، در صورتی که در زمان نزول این آیه فاطمه و علی رضی الله تعالی عنهما هنوز ازدواج نکرده بودند تا اینکه فرزندی داشته باشند به نام حسین و حضرت علی و فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنهما در مدینه منوره ازدواج کردند و حضرت حسین در سال 3 و یا سال 4 در واقع به دنیا آمدن. پس بنابراین این خودش یک خلاف واقع هست، یک دروغی هست، افترا هست که این آیه را شأن نزولش را در مورد سیدنا حسین رضی الله تعالی عنه در واقع قرار بدیم. خب یک مطلب این که شیعه میخواد که این آیه رو تطبیق بده بر سیدنا حسین رضی الله تعالی عنه، اون گونه که در روایت 3 تصریح کرده که و فیه نزلت هذه الآیه. در این آیه در الله متعال میفرماد و وصینا الانسان بوالدیه احسانا حملته امه کرها و وضعته کرها و حمله و فصاله 30 شهرا. این انسان که مورد نظر هست در این آیه که معمولا تمام انسان ها هستند،
تمام انسانها حداقل حمل را به اضافه دوران شیردهی را الله متعال در اینجا مشخص کرده که حمل به اضافه فصال، حمل و فصالش یعنی دوران بارداری فرزند یا یک انسان جنین در شکم مادر و همراه با از شیر گرفتنش، یعنی 2 سالی که از شیر در واقع استفاده میکنه، از شیرخوار هست، به اضافه حملش مجموعاً میشوند که 30 ماه کامل میشوند. خب میخواند که به یک صورتی این آیه را بر حضرت حسین رضی الله تعالی عنه تطبیق بدن، اما به هر صورتی که ما نگاه بکنیم این آیه قابل تطبیق بر سیدنا حسین رضی الله تعالی عنه نیست. اولا که عرض کردم این آیه در مکه نازل شده و حسین سالها بعد در مدینه منوره به دنیا آمده، پس بنابراین شأن نزولش سیدنا حسین رضی الله تعالی عنه نیست. و مطلب دیگری که در این روایت اومده، در روایت بعدی به صورت صراحت در اینجا ذکر شده بود، در روایت بعدی صراحتا این ذکر کرده بود که، و اگر دوستان دوباره این روایت 4 رو نمایش بدن، در اینجا میگه که ولم یرضع الحسین من فاطمه علیه السلام ولا من انثى، ولم یرضع الحسین من فاطمه ولا من انثى، که حسین رضی الله تعالی عنه نه از فاطمه شیر خورد و نه از زن دیگر، به هیچ عنوان ایشون از زن شیر نخورده. این روایت از ابو عبدالله هست. روایت بعدی که از امام ابوالحسن امام رضا هست باز همین مطلب رو در اینجا ذکر کرده که در آخرش میگه که ولم یرتضع من انثى، که حضرت حسین رضی الله تعالی عنه از چیز زن شیر نخورده. خب در این آیه الله متعال این مطلب رو بیان میکنه که این انسان رو که ما اونو وصیت کردیم، توصیه کردیم که به پدر و مادرش احسان بکنه، زیرا که مادرش دچار مشکل شده، زحمت هایی رو متحمل کرده، هم دوران حمل و بارداری رو و این در واقع بیماری ها رو و رنج ها رو برایش متحمل شده، این انسان رو توصیه کردیم که برای پدر و مادرش در واقع احسان بکند و نیکی بکند. و حمل این انسان و فصاله 30 شهرا، مجموعه یعنی ایام و سالهای حمل و فصال، دوران بارداری، دوران شیرخوارگی رو کنار هم بگذاریم، میشوند 30 ماه. اما در روایت بعدی اومده که در خود همین روایت و روایت بعدی اومده که حضرت حسین رضی الله تعالی عنه چیزی رو به عنوان شیرخوارگی به صورت کلی نداشتند. مدتی رو که مشخص شده باشه که ایشان در اون زمان شیرخوار بودن، چون این چیزی به صورت کلی وجود نداشته. حتی شیر مادر خودش هم نخورده. حتی شیر مادر خودش هم در واقع نخورده. اون گونه که در این روایت در واقع کاملا صراحتا اومده در 2 تا روایت که نه از فاطمه زهرا و نه از هیچ زن دیگری در واقع شیر نخوردن. خب این یک مطلبی هست که در اینجا اومده کم در این کتاب، در کتاب اصول کافی در اینجا اومده فیمس منها ما یکفیها الیومین و الثلاث. حضرت حسین رضی الله تعالی عنه را می آوردند و می دادند به ایشان که رسول الله صلی الله علیه و سلم انگشت شستشون رو در دهان ایشان می گذاشت و 2 روز بسش بود، تا 2 روز دیگه نیازی به شیر در واقع نداشتند. اما این مطالبی که در این 2 روایت یا روایت دیگری در این زمینه ذکر شده، شیعه میخواد به یک صورتی فضیلت سازی بکنند، معجزه در واقع بتراشند، افسانه تعریف بکنند برای مردم، و متاسفانه شیعیان هم با این افسانه ها و با این خرافات عادت کردند و خیلی در واقع این خرافات را و این افسانه ها را به راحتی در واقع قبول میکنند و میپذیرند. و شاید هم علتش این باشه که با روایات دیگر شیعه در این زمینه آشنایی ندارند یا خودشون به اندازه‌ای در واقع شستشوی مغزی شدند، اصل امامت رو به عنوان یک منصب الهی قبول کردند و قبول کردند که ائمه اونها حتی از نظر بشر بودن و از ویژگی‌های جسمانی هم با انسان‌های دیگر تفاوت‌های خیلی زیادی داشتند. بدین خاطر این گونه مسائل را و این گونه خرافات و این گونه افسانه‌ها را در مورد ائمه خودشون در واقع قبول می‌کنند. خب ببینید در اینجا می آورده که میخوام تضاد این روایت رو با روایت دیگر که شیعه دارند بیان بکنم. در این روایت اومده که رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که به حضرت حسین رضی الله تعالی عنه زبانشون رو یا اینکه انگشت شستشون رو در دهانشون میگذاشت تا 2 روز کافی بود برایشون، تا 2 روز کاملا کفایت میکرد و نیازی به شیر یا غذای در واقع نداشت. اما در روایتی که در بحار الانوار جلد 43 اومده صفحه 245 در اونجا میبینیم که مطلب به صورت جداگانه و به صورت دیگری اومده. در این کتاب اصول کتاب بحار الانوار هست، دوستان اینو نمایش بدن، کتاب بحار الانوار، و که بارها اینو ما نشان دادیم، جزء الثالث والاربعون، جزء
43 هست. در این کتاب در اینجا یک بابی رو در اینجا آورده و در این باب که باب تاریخ امامین الهمامین هست، در روایت 21 یک مطلبی رو در اینجا ذکر کرده. این مطلب در مورد همین آیه هست و وصینا الانسان. این در صفحه 246 هست، جلد 43 صفحه 246 هست. در اینجا یک در روایت 21 همین آیه را و وصینا الانسان بوالديه احسانا، در ذیل این آیه و این روایتی که آورده میگه که فاخبر رسول الله صلی الله علیه و سلم فاطمه علیه السلام بخبر الحسین علیه السلام و قتله فحملته کرها. تا اینجا که در ادامه روایت میگه ثم قال ابو عبدالله، بعد از آن امام ابو عبدالله فرمودند که فهل رأیتم احدا یبشره بولد ذکر فیحمله کرها، آیا دیدید تا حالا یکی رو به یک پسر مژده بدند و اونم با کراهت و با نارضایتی اونو باردار بشود و حملش بکنند؟ انها اغتمت و کرهت، ایشون مغموم شدند، افسرده شدند و کرهت و ناپسند و ناگوار دانستند این مطلب را. لما اخبرت به قتل، زمانی که ایشان به قتل حضرت حسین اطلاع یافتند. و وضعته کرها لما علمت من ذلك و کان بین الحسن والحسین صلوات الله علیهما طهر واحد و کان الحسین فی بطن امه 6 اشهر، که رسول الله میگوید که در شکم مادرشون 6 ماه بودن. فی بطن امی 6 اشهر و فصاله 24 شهرا، که میگه فصالش 24 ماه بوده. فصالش 24 ماه بوده، در صورتی که در روایتی که در اومده بود کاملا این مطلب را ذکر کرده بود که حضرت حسین رضی الله تعالی عنه از هیچ کسی در واقع شیر نخورده بود. و هو قول الله عز وجل، این هم فرموده الله متعال هست که و حمله و فصاله 30 شهرا. و در ادامه این روایت میگه و کان بین الحسین حسن والحسین طهر واحد، ای مقدار اقل طهر واحد و هی 10 ایام کما سیجی به روایت الکلینی. خب این مطلب را در اینجا ذکر کرده و در ابتدای این صفحه که من مطلبی رو که من میخواستم ازش استشهاد بکنم در صفحه 245 این کتاب است. صفحه 245 این کتاب و روایت 20 هست. در اینجا میگوید که بعد از این جریان رو تعریف میکند که حضرت فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها باردار شدند. فحملت 6 اشهر، 6 ماه ایشون باردار شدند. ثم وضع حمل کردند ولم یعش مولود قط ل6 اشهر غیر الحسین ابن علی و عیسی ابن مریم، مطلبی که در اصول کافی اومده بود. فکفلته ام سلمه کفالت حضرت حسین را به عهده گرفتند. و کان رسول الله صلی الله علیه و سلم یأتیه فی کل یوم فیضع لسانه فی فم الحسین فیمسه حتی یروی. هر روز رسول الله صلی الله علیه و سلم تشریف می آوردند و زبانشون را در دهان حضرت حسین رضی الله تعالی عنه در واقع می گذاشتند. فیمسه حتی یروی، و حسین هم این زبان رسول الله صلی الله علیه و سلم را می مکیدند تا اینکه به صورت کامل سیر می شدند. خب در روایتی که در اصول کافی بود در اونجا اومده بود که یک مرتبه که این حسین می بردن در محضر رسول الله صلی الله علیه وسلم و وقتی که یک بار انگشت خودشون رسول الله در دهان حسین میگذاشت تا 2-3 روز برایشون کفایت میکرد، ما یکفیها الیومین و الثلاث. اما در اینجا برعکس میگه که رسول الله صلی الله علیه وسلم خودش می اومد، اضافه بر این میگوید که هر روز می آمد. و کان رسول الله صلی الله علیه و سلم یأتیه فی کل یوم، در هر روز می آمد. فیضع لسانه فی فم الحسین، و رسول الله صلی الله علیه و سلم زبان خودشون رو در دهان حضرت حسین رضی الله تعالی عنه میگذاشتند. و مطلب دیگر که در این روایت اومده این است که در اینجا ادعا شده که ام سلمه کفالت حضرت حسین رضی الله تعالی عنه رو در واقع به عهده گرفتند. این کفالت برداشت کفالت حضرت حسین رضی الله تعالی عنه با ازدواج رسول الله صلی الله علیه و سلم با ام سلمه این تاریخ با هم دیگر تطابقی رو نداره، زیرا که رسول الله صلی الله علیه و سلم با ام سلمه در شوال سال 4 ازدواج کردند، در شوال سال 4، و بنابر روایاتی که اکثرا نقل کردن این روایات حضرت حسین رضی الله تعالی در ماه شعبان اون ماه در واقع به دنیا آمده. همین یعنی مطلب تقریبا حدود 1 سال بعد از جنگ احد میشه گفت.
بعد از ولادت سیدنا حسین رضی الله عنه بعد از جنگ احد بوده، ولی خب یعنی چند ماهی فاصله بوده در میان ولادت حسین و ازدواج رسول الله صلی الله علیه و سلم با ام سلمه که در همون سال در شعبانش امام حسین متولد شده، شعبان و رمضان، و در شوالش رسول الله صلی الله علیه و سلم با ام سلمه در واقع ازدواج کرد. این مطلب رو در جلد 43 صفحه 273 در واقع به صورت کامل در اونجا هم آورده. مطلب رو تاریخ رو در اونجا ذکر کرده که حضرت حسین رضی الله عنه در شعبان سال 4 هجری به دنیا آمدن. پس بنابراین خود این روایت هم با هم دیگر در واقع سازگار نیست، این تاریخی که در اینجا ذکر شده. مطلب دیگری که در اینجا قابل در واقع تأمل هست و که به اون باید یعنی اهمیت داده بشه این هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم این کار را در واقع یعنی چندین روز انجام دادند. در روایتی که در کتاب کتاب بحار الانوار هست، جلد 3 صفحه 252، جلد 3 صفحه 252. خب این مطلب رو در روایت 31 هست، دوستان نمایش بدن. روایت 31 این باب هست و در اینجا که مطلبی رو که من رنگیش کردم در اینجا و یقال بل کان رسول الله صلی الله علیه و سلم یدخل لسانه فی فیه، رسول الله زبان خودشون رو در دهان حسین میگذاشتن و تا آخر که مانند میگه یک جوجه این زبان رسول الله رو میمکیدند و غذا رو در اون میگذاشتن. فجعل الله له فی ذلک رزقا، این الله متعال در زبان رسول الله برای حسین رزقی رو قرار داده بود. ففعل ذلک 40 یوما، و رسول الله صلی الله علیه وسلم این کار را تا 40 روز انجام داد. 40 یوما و لیله، تا 40 شبانه روز این کار را انجام میداد. فنبت لحمه من لحم رسول الله صلی الله علیه و سلم، بدین صورت گوشت حضرت حسین رضی الله تعالی عنهم از گوشت رسول الله صلی الله علیه و سلم در واقع پدید اومد. در اینجا تصریح شده این مدت رو مشخص کرده که 40 شبانه روز بوده. 40 شبانه روز حضرت حسین رضی الله تعالی عنه را می آوردن در محضر رسول الله صلی الله علیه و سلم و ایشون انگشتشون رو یا زبانشون رو می گذاشتن در دهان حضرت حسین و این دوران شیرخوارگی سیدنا حسین رضی الله تعالی عنه بوده. اما در روایت کتاب اصول کافی دیدیم که در اونجا این آیه رو که و حمله و فصاله 30 شهرا اینو تطبیق دادن بر حضرت حسین رضی الله تعالی، به هیچ عنوان قابل تطبیق نیست. عرض کردم اولا این آیه این سوره مکی هست و حضرت حسین در مدینه به دنیا آمده. دوما این که در این آیه در خود همین روایت صراحتا اومده که حضرت حسین رضی الله تعالی عنه دوران شیرخوارگی رو به صورت کلی نداشته، نه از مادر شیر خورده و نه از زن دیگری، از هیچ کسی شیر نخورده. مطلب سوم خود همین دوران رو که رسول الله صلی الله علیه و سلم بالفرض که ما قبول بکنیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم زبان خودشون رو در دهان حضرت حسین میگذاشتند یا اینکه انگشت شستشون رو در واقع میگذاشتند، اگر این مطلب رو هم ما قبول بکنیم بنابر تصریحی که در این روایت بحار الانوار اومده این 40 روز بیشتر نبوده. پس بنابراین آیه حمله و فصاله 30 شهرا که 30 ماه باشه به هیچ عنوان قابل تطبیق بر حضرت حسین رضی الله تعالی عنه در واقع نیست. غیر از این وقتی که ما نگاه میکنیم به ویژگی هایی که در میان اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم اونگونه که شیعه ادعا میکنن در مورد فرزندان رسول الله صلی الله علیه و سلم و ائمه، این است که ائمه از زمانی که به دنیا اومدند، ائمه زمانی که در واقع به دنیا میان، از همون زمان الله متعال و از زمانی که از شکم مادر به دنیا میان همشون دندان دارن، دندانهایشون کاملا رویده، به این معنی که در واقع نیازی نه به شست رسول الله صلی الله علیه و سلم داشتن نه به غذای مادر. نوزادی که در بدو تولد یعنی قبل از اینکه به دنیا بیاد و دندانهایش رویده باشه و اضافه بر این سرعت
رشد ائمه رو اگر ما برابر اون روایتی که شیعه دارند که در یک هفته به اندازه یک ماه یا بیشتر از این در واقع به اندازه در یک ماه به اندازه یک سال یعنی رشدشون فرق میکنه از انسانهای عادی، یعنی همون رشدی رو که یک نوزاد عادی یک ساله داره اینو اماما یک ماهه دارن. و با توجه به این که خود ائمه زمانی که به دنیا میان حتی دندانهاشون هم رویده، پس بنابراین اساسا نیازی به این موارد ندارن، نیازی به دوران شیرخوارگی ندارن، نیازی به شیرخوارگی ندارن. اضافه بر این هم خود این روایت رو وقتی ما نگاه میکنیم خود این روایت هم متناقض هست، خود روایت با خودش آخر روایت با اول روایت کاملا متضاد هست و به اضافه این با روایات دیگری که در این زمینه شیعه دارن تضادش و تناقضش به صورت واضح و آشکار هست. و این مطلبی که من عرض کردم که ائمه وقتی که به دنیا میان دندانهاشون رویده هست، این مطلب رو خود آقای کلینی در همین کتاب اصول کافی آورده، در باب موالید ائمه هست، جلد یکم این کتاب و صفحه 388 و روایت پنجم اگر دوستان اینو نمایش بدن در مورد ولادت ائمه هست. این مطلب میگوید که فیضا ولدته قاعدا، زمانی که مادر امام را به دنیا می آورد، نشسته او را به دنیا می آورد و تفتحت له و باز می شود یا برای خروج امام، حتی یخرج متربعان، این ائمه وقتی که به دنیا میان چارزانو به دنیا میان، یستدیر بعد وقوعه الی الارض، وقتی که بر روی زمین میافتند خود به خود تغییر جهت میدهند، فلا یخطئ القبلة، یعنی جهتشون عوض میشه به طرف قبله، حيث كانت بوجهه ثم يعطس ثلاثا، سه مرتبه عطسه میزنن، یشیر باصبعه بالتحمید و یقع مسرورا، با انگشت اشارهشون اشاره میکنن و مسرورا میافتند، یعنی در واقع نافشون بریده هست وقتی که میافتند، مختون هستند. و رباعیتاه من فوق و اسفل و ناباه و ضاحکاه، و همچنین این دو دندان رباعیش و دندان نابش و دندان ضاحکاش که دندان هایی که هنگام خندیدن آشکار می شوند اینها رویده. و من بین یدیه مثل سبیکت الذهب، در جلوی رویش یک نوری هست مانند یک در واقع ستونی از طلا یا نور. و موارد دیگری در اینجا در واقع ذکر کرده در روایت بعدی و روایت هشتم هم از این قبیل روایت رو در اینجا آورده. پس بنابراین نکاتی که من ذکر کردم خدمت بینندگان عزیز، پس بنابراین این روایت، هر دو روایت که مفهومشون یکی هست، به هیچ عنوان نمیتواند صدق بکند بر سیدنا حسین رضی الله تعالی عنه و تضاد آشکاری رو دارن با تاریخ زندگانی ائمه و با ویژگی های جسمانی ائمه و همچنین با روایاتی که خود شیعه در این زمینه روایت کردن. بله، جزاکم الله خیر. بینندگان عزیز گرامی، الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم می‌فرماید که افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. آیا در قرآن تفکر و تدبر نمی کنن؟ اگر این قرآن از نزد غیر الله می بود شما در اون اختلاف فراوانی رو می یافتید. این کتاب ها و این روایاتی که ساخته و پرداخته دروغ پردازان مدعی دروغین حب اهل بیت و تشیع است و این اختلافات و تناقضات رو در این کتاب ها شما می بینید که حالا تازه این کتاب های دست اولشان هست، یعنی همون مثل صحیح بخاری و صحیح مسلم که در نزد عموم مسلمان ها ارزش داره. این کتاب اصول کافی در مقدمش میگن که امام زمان گفته که الکافی کافین لشیعتنا، و بعضی از اخباریون شیعه میگن که کسی که یکی از این روایت های کتاب اصول کافی رو رد بکنه کافر و مرتد و نجس هست. در این کتابشون این همه دروغ و تلبیس و خیانت وجود داره و اگر بخوایم بقیه کتاب‌های دست دوم و سوم اینا رو باز بکنیم که دیگه به قول معروف شاخ در میارن شیعیانی که سالها فریب این آخوندها رو خوردن. جناب حضرت استاد اگر موافق باشید با هم میون برنامه ببینیم و دوباره برگردیم خدمت شما با ادامه بحث و تناقضات و این عجایب و غرایبی که در این روایت ها وجود داره. با ما همراه باشید بینندگان عزیز. آیا لفظ مولا به امامت دلالت دارد؟
اگر اینها میگویند که در عید قدیر پیامبر دست حضرت علی رو که بالا گرفتن فرمودن که ایشون دوست منه، شما هم به علی رو دوست داشته باشید، فرمودن که اینها بگوین فرض این که پیامبر چنین هم گفته باشن، کدوم یکی دیگه از صحابه رو پیامبر یک جا این لفظ رو براشون به کار بردن و این نکته رو گفتن؟ در این رابطه نکته بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. در رابطه با این قضیه که آیا نبی گرامی نسبت به صحابه گفته یا نگفته، به این شکل به هیچ وجه ما نداریم. فقط این آقایان یک روایت ضعیفی رو بیارن که البته ما به نظرمون جعلیست، در رابطه با زید بن حارثه هست. بله. که در صحیح بخاری در چند جاست که انت اخونا و مولانا. بله. خود بدرالدین عینی میگه زید بن حارثه عبدی بوده، نمیدونم کی گرفت به پیغمبر بخشید، و این در حقیقت عبد و مولا و غلام نبی مکرم بود. اصلا اونجا واژه کلمه مولانا اصلا ارتباطی به این قضایا ندارن. آقایان فقط به قول معروف میگن حفظت شیئا و نسیت اشیاء. بله. و به این شکل که بیاد نبی گرامی این قضایا را مطرح کنه نسبت به هیچ یک از صحابه مطرح نکرده، و اضافه اون عبارتی که اول میاره از مردم اعتراف میگیره الست اولا بالمؤمنین من انفسهم، یا تعابیر فقط من کنت مولا فعلی مولا نیست، من کنت ولیه فعلی ولی. اون تعابیرم آیین اهل تسنن قبول دارن، همه را دارن، همه را با سند صحیح آوردن. آقایان میتونن مراجعه کنن کتاب مستدرک الصحیحین جلد 3 صفحه 110 و همچنین کتاب البدایه و النهایه جلد 5 صفحه 229 مفصل این قضایا را آورده. بینندگان گرامی، حدیثی که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در شأن حضرت زید بن حارثه رضی الله تعالی عنه می‌فرماید انت اخونا و مولانا و آقای قزوینی آن را جعلی می‌داند، این حدیث در صحیح بخاری جلد 3 صفحه 184 شماره حدیث 2699 و مسند احمد جلد 2 صفحه 249 شماره حدیث 931 و سنن نسائی جلد 7 صفحه 433 شماره حدیث 8402 و دیگر کتب حدیث ذکر شده است. و نیز مجلسی این حدیث را در بهارالانوار جلد 20 صفحه 373 و جلد 34 صفحه 307 و جلد 34 صفحه 328 و جلد 38 صفحه 307 و جلد 38 صفحه 328 و محمد طاهر قمی در کتاب الاربعین جلد 1 صفحه 481 آوردند. اگر این حدیث جعلی می بود، پس چرا مجلسی این را در کتاب معتمدتان ذکر می نماید؟ و آقای قزوینی به این اشاره می نماید که خطبه قدیر با الفاظ متعدد در کتب اهل سنت آمده است. ما می گوییم خطبه قدیر خم با وجود تعدد الفاظ آن، در آن جمله برجسته‌ای وجود دارد که در تمام روایات قدیریه ذکر شده و مخالف ندارد و آن جمله معروف من کنت مولاه فهذا علی مولاه است. تا کنون مدعیان تشیع کوشش بسیار کردند ولی نتوانستند علی الرغم کوشش بسیار و زیر و زبر کردن کتب لغت و دواوین شعر و کتب ادبی و غیره معنای حاکم و سلطان و امام و جانشین و غیره را از آن استخراج کنند. حال اگر بدون توجه به لغت به زور کلمه مولا را به معنای خلیفه بگیریم، با این مشکل مواجهیم که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم خلیفه کسی نبودند تا بخواهند خلافت مذکور در مورد علی رضی الله تعالی عنه نیز پذیرفته شود. و اگر به فرض محال مولا را به معنای امام بگیریم، این موضوع با وجود پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم که علاوه بر نبوت مقام امامت نیز داشتند، با اعتقادات شیعه تصادم و منافات دارد، چون به عقیده ایشان بیعت به 2 امام در یک وقت نادرست است. و اگر برای خلاصی از این تعارض اصرار کنیم و بگوییم مقصود از این کلام امامت و خلافت بلافصل علی رضی الله تعالی عنه بعد از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم است، لزوما باید کلمه بعدی یعنی پس از من نیز در کلام ذکر میشد، هرچند کسی ادعا نکرده که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم این کلمه را فرموده باشند.
اما پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نه قیدی به کار بردند که از لفظ مولا فقط امامت فهمیده شود و نه قید بعدی را استعمال نمودند و این کار از هادی و معلم امت و پیامبر فصیح اسلام صلی الله علیه و آله و سلم بعید است. شکی نیست که اگر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم قصد تعیین امام علی را به خلافت می داشتند، به فصاحت تمام بیان می فرمودند و قطعاً از تفهیم منظور خود ناتوان نبودند. الرسول وآل الرسول محبة مستمسك بالهدى لهم في فؤادي هوى من هوى. آیا نور امامت شیعه کامل شده است؟ بني أحمد أحب الرسول وآل الرسول محبة مستمسك بالهدى لهم في فؤاد. شیعه در تفسیر آیه کریمه یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم از ابوالحسن المازی روایت می کند که گفت میخواهند ولایت امیر مؤمنین را سرکوب و خاموش سازند والله متم نوره و میگوید الله امامت را که نورش می باشد کامل می گرداند. و همچنین از ابو جعفر محمد الباقر روایت می کنند که می گوید سوگند به الله که منظور از نور تا روز قیامت ائمه آل محمد می باشند. سوال اینجاست که آیا خداوند نور خیش را با نشر و گسترش اسلام کامل گرداند یا با دادن ولایت و خلافت به اهل بیت؟ تنها 2 تن از ائمه زمام خلافت را به دست گرفتند، علی و فرزندش حسن رضی الله تعالی عنهما. پس کامل گرداندن نور به وسیله 10 امام دیگر ناکام مانده است. خلافت و حکمرانی 10 نفر دیگر کجاست؟ در حالی که دین اسلام و نور الهی به نص قرآن کامل گشته است. الله متعال در سوره مائده می‌فرماید اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. امروز برای شما دینتان را کامل نمودم و نعمتم را بر شما تمام نمودم و اسلام را برای شما به عنوان دین پسندیدم. أساء الغلاة وضل الجفاة فكل عن الحق قد أبعدا. با سلامی دوباره خدمت بینندگان عزیز و گرامی، با شما عزیزان هستیم با برنامه حجت بی حجت در خدمت حضرت مولانا عبدالقدوس دهقان. جناب مولانا، یک نکته‌ای که در این 2 روایت برای من جلب توجه کرد، هم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و هم فاطمه زهرا سلام الله علیها این هبه یا این فرزندی که الله سبحانه و تعالی به اونا نصیب کرده رو نمیپسندن. خب در اینجا برای من به عنوان یک بیننده عادی طبعا این سوال ایجاد میشه که آیا رسول الله صلی الله علیه و سلم و فاطمه زهرا طبق اعتقادات شیعه مگر از علم غیب اطلاع نداشتن؟ و یا این که آیا برای یک معصوم جایز است که در مقابل آنچه که الله سبحانه و تعالی از نعمت به اونا ارزانی میکنه به اصطلاح نپسندن این نعمت رو؟ و یا نمیدونستن که سیدنا حسین رضی الله تعالی عنه در راه الله سبحانه و تعالی به شهادت میرسه و این یک منزلتی است که شهدا با نبیین و صدیقین در فردوس اعلی هستند. چگونه این تناقضات رو شیعیان جواب میدن در این روایت؟ اون گونه که شما اشاره کردید و این مطلبی که شما فرمودید در واقع یکی از اشکالات این 2 روایت هست که در اینجا ذکر شده.
در این روایت اومده و ادعا می کند که حضرت جبریل علیه السلام وقتی که نازل می شوند و به رسول الله صلی الله علیه وسلم مژده می دهند. مژده دادن، خود این اصطلاح وقتی که کسی مژده می دهند یعنی این که این امر یک امر قطعی هست. یک امر قطعی مژده میدهند به یک مولودی رو که در واقع به دنیا میاد. چند مرتبه جبرئیل نازل می شود نزد رسول الله صلی الله علیه وسلم و بهش مژده میدهد که امت تو الله متعال به شما یک مولودی رو از فاطمه عنایت خواهد کرد. اما رسول الله صلی الله علیه وسلم دستور الله متعال رو رد میکنه تا 2-3 مرتبه و در مرحله آخر الله متعال میفرماید که در این فرزندت، در نسل این فرزندت امامت و ولایت و وصیت ادامه خواهد داشت. بعد از این رسول الله صلی الله علیه وسلم قبول میکنند. این همین مطلب به حضرت فاطمه زهرا که هر دوتاشون از دیدگاه شیعه معصوم هستند ابلاغ میشوند. باز فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها میگه من نیازی ندارم. نیازی به چی ندارن؟ نیازی به مژدگانی الله متعال ندارن. نهایتا وقتی که حضرت فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها یعنی قبول نمی کند، رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرماند که این مولود تو امام هست و امامت و ولایت و وصیت در نسل این فرزند تو در واقع باقی خواهد بود. مطلب اول این که همون گونه که شما اشاره کردید از دیدگاه شیعه امام و رسول الله صلی الله علیه و سلم در واقع عالم الغیب هستند. علم غیب رو در واقع میدانند که چون این فرزندی به اونها در واقع نصیبشون میشود، عایدشون میشود و نهایتا به امامت میرسد یا نمیرسد، کشته میشود، به شهادت میرسد یا اینکه به مرگ عادی میرسد. پس بنابراین خود اصل این مژده دادن این در واقع زیر سوال میرود. مطلب دوم خود همین رد کردن مژده الله متعال هست که به چه صورت و به چرا امام اومده و رسول الله صلی الله علیه وسلم که معصوم هستند و همچنین مادر امام حضرت فاطمه زهرا که ایشون هم معصوم هستند، به تعبیر شیعه جز معصومین و 5 تن پاک در واقع هستند، باز اومدن دستور الله متعال رو در واقع نقل میکنند. این رد کردن دستور الله متعال یا نپذیرفتن این مژده الله متعال این با اسمت در واقع در تضاد هست. زیرا که الله متعال در سوره احزاب آیه رو دارن در این زمینه خطاب به تمام مسلمانان هست که ما کان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. وقتی که الله متعال و رسول الله صلی الله علیه و سلم یک چیزی رو حکم میکنند، فیصله میکنند و اونو در واقع بیان میکنند، هیچ مؤمنی و مؤمنی اختیار ندارند که از جانب خودشون امر الله متعال را رد بکنند. اما در اینجا میبینیم که صراحتا هم رسول الله صلی الله علیه وسلم اینو رد میکند و هم حضرت فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها اینو رد میکند. و جالب اینجا است که در اینجا یعنی اشاره شده به این که حضرت جبریل علیه السلام چندین مرتبه به آسمان میرود و دوباره به زمین برمیگردد به خاطر ابلاغ همین یک مطلب، به خاطر اینکه فاطمه رو و حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم را بقبولاند که اینو در واقع قبول بکنند. خب این یک مطلب دیگر این که بالفرض اومدیم رسول الله صلی الله علیه وسلم راضی نمیشد. الان ببین این وقت ولادت سیدنا حسین هست، یعنی بعد از هجرت رسول الله صلی الله علیه وسلم. شیعه معتقد هست که امامت اونها یک چیز ازلی بوده، در ابد و ازل بوده، یعنی خود این 5 تن را یا این ائمه را الله متعال روحشون قبل از آدم و قبل از خلقت آسمان و زمین قبل از اینها در واقع اونها را آفریده و این مقام و منصب را به اونها داده بوده و ولایت تکوینی داشته، ولایت تکوینی رو داشته. بنابر قول مفوضه الله متعال خلقت آسمان و زمین را تفویض کرده به این افراد و به این ائمه. پس بنابراین خود طرح کردن همین مسئله و مطرح کردنش به رسول الله صلی الله علیه وسلم که من این فرزند به دنیا میاد، رسول الله صلی الله علیه وسلم اینو در واقع رد میکنه با اصل امامتی که شیعه معتقد هست که قبل از آسمان و زمین بوده، هدف خلقت بوده. این در واقع یک نوع تضادی هست که با اصل این مطلب در واقع دارد. این یک مطلب. اومدیم و رسول الله صلی الله علیه وسلم و حضرت فاطمه زهرا راضی نمیشدند. هرچی به رسول الله جبریل 10 مرتبه هم که میرفت و میامد به آسمان میرفت و به زمین برمیگشت، بازم رسول الله مثلا میفرمود نه من قبول ندارم مولود و نوزادی رو که امت من بعد از من اونو بکشن، من چون این چیز رو قبول نمی کنم، همون گونه که در مرحله اول قبول نکردم.
بالفرض که فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها اصلا قبول نمی‌کردن، گفت مولودی که بعد از من یا بعد از رسول الله صلی الله علیه و سلم توسط امتش کشته بشود من چنین مولودی رو نمیخوام. خب این جریان امامت در واقع چی میشد؟ همش زیر سوال میرم. شما که معتقد هستید که الله متعال امامت را وضع کرده، 12 امام هستند از زمان رسول الله گرفته تا قیام قیامت، بعدم این روایت را آوردید جعل کردید که به رسول الله صلی الله علیه وسلم این پیشنهاد داده شده، مژده داده شده که اینو قبول بکنند، ایشون قبول نکردند، نهایتاً رسول الله متعال این در واقع اونها رو مژده داده به امامت. معنیش این است که تا آن روز بحث امامت مطرح نبوده و قطعی نبوده. رسول الله صلی الله علیه وسلم نمیدونستند که امام بعد از خودشون کی هست، آیا علی امام میشوند، حسین، اصلا حسینی به دنیا میاد یا به دنیا نمیاد. وقتی که حسین تازه به دنیا اومده و رسول الله و فاطمه زهرا اینو قبول نکردن، تازه الله متعال به خاطر این مطلب را، این مولودی را که به شهادت میرسد و کشته میشود، اینو بقبولاند به رسول الله و به حضرت فاطمه، مژده میدهد که بله امامت در نسل این ائمه در واقع ادامه خواهد داشت. این یک مطلب هست. مطلبی که دیگری که در اینجا یعنی جلب توجه میکند این است که درست است که حضرت حسین رضی الله تعالی عنه به شهادت رسیدند، هیچ گونه شکی شبهه‌ای در اینجا نیست، اما جریان شهادتش کی بوده؟ بنابر اون چیزی که خود آقای کلینی در کتاب خودشون آوردن که در سن 57 سالگی ایشون به شهادت رسیدن. این مولود زمانی که مولود بوده، نوزاد بوده، در سنین شیرخوارگی و کودکی بوده، به شهادت نمیرسد. این مولود در 57 سالگی در واقع به شهادت رسیدن، در سال 61 هجری. مگر این رو رسول الله صلی الله علیه وسلم نمیدونستن؟ مگر این رو خود حضرت فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها نمیدونستن؟ پس بنابراین علم غیب نداشتن. اگر علم غیب داشتند، خب مولودی که یک عمر بکند، نوزادی که 60 سال، قریب به 60 سال زنده باشد و نهایتا وقتی که مرگش فرا میرسد این با مرگ شهادت بمیرد، این یک افتخار هست. نه این که فاطمه زهرا یا هر انسان دیگری امروزه در ایران برای خانواده های شهدا، برای مادران شهدا یک فضائلی رو نقل میکنند، ساختند و پرداختند که تمام فرزندان خودشون رو فدا کردند در راه انقلاب و در راه وطن خودشون. خب این مادر ائمه هست، میداند که فرزندی که به دنیا میاد در سن 57 سالگی در واقع از دنیا میرود. بازم وقتی که بهش مژده داده می شود که نهایتا این فرزند تو به شهادت می رسد، به این اندازه ما می بینیم که ناراحت می شود. بارداری با کراهت و وضع حمل هم با کراهت هست. نقطه دیگری که در اینجا یعنی انسان باید به اون توجه داشته باشد، این خود فضیلت مرگ شهادت هست. مرگ قطعا سراغ انسان میاد، چه مرگ طبیعی باشد یا غیر طبیعی باشد. در آخر هر چند انسان عمر بکند یک روزی در واقع به جهان آخرت منتقل می شود. چی بهتر که این مرگ شهادتی باشد، اون گونه که سیدنا علی رضی الله تعالی عنه که کافی هم اینو در کتاب خودش در جلد 5 باب فضل شهادت که باب در مورد فضیلت شهادت هست، در اونجا این روایت رو آورده نقل کرده از سیدنا علی رضی الله تعالی عنه که ایشون میگه که ان افضل الموت القتل، برترین مرگ شهادت هست و کشته شدن است. ان افضل الموت القتل، میگه والذی نفسی بیده، سوگند به آن ذاتی که نفس من و جان من در اختیار او هست و در دست او هست، لالف ضربه بالسیف اهون علی من میتة علی فراش، 1000 ضربه شمشیر که بر من بزنند این از دیدگاه من و نزد من محبوبتر هست و ساده‌تر و قابل تحملتر هست از این مرگی که سر فراش و سر در بستر مرگ و بر روی رختخواب انسان بخوابد. خب سیدنا حسین رضی الله تعالی عنه فرزند همین پدر هست و حضرت فاطمه زهرا همسر همین مرد هست، سیدنا علی رضی الله تعالی عنه و مادر حسین هست. مگر این فضیلت رو فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها نمیدونستند که فرزندشون در قریب به سن 60 سالگی از دنیا میروند، اونم به مرگ شهادت میرسند؟ پس بنابراین این باید یک فضیلتی باشه، ایشان با جان و دل باید قبول میکرد. و همون گونه که من قبلا عرض کردم، این روایاتی که شیعه وضع کردن به خاطر این است که فضیلت‌های فراتر از بشر رو در واقع برای فرزندان رسول الله صلی الله علیه وسلم و برای ائمه خودشون بتراشند. ولادتشون ولادت طبیعی نبوده، بارداریشون قبل از این بارداری طبیعی نبوده، دوران حملشون طبیعی نبوده، محل حملشون طبیعی نبوده و
رشدشون به صورت طبیعی نبوده، شیرخوارگیشون، رضاعتشون به صورت طبیعی نبوده، هیچ چیزشون شبیه به انسانها نیست. و حتی مادر ایشون که به اصطلاح مادر ائمه هست، حضرت فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها، با اینکه بنابر اعتقاد شیعه میدونستند که فرزندش عمر خواهد کرد، 57 سال خواهد شد، چون که علم غیب در واقع میدونستند، باز هم ناراحت میشوند. این ناراحتی هیچ توجیهی رو ندارد. اینها در واقع فضیلت نیست، یک توهین آشکاری هست به رسول الله صلی الله علیه وسلم، به حضرت فاطمه زهرا و به حضرت حسین رضی الله تعالی عنهم اجمعین، که رسول الله دستور الله را در چند مرتبه رد میکند، نمیپذیرند. فاطمه به همین صورت اینو رد میکند و اینو نمیپذیرند، و خود سیدنا حسین رضی الله تعالی عنه. خب در آیه این آمده بود که در اونجا اشاره کردم و وصینا الانسان بوالدیه احسانا حملته امه کرها و وضعته کرها، که هم حملش با کراهت بوده و هم در واقع وضع حملش. خب اگر بنابر خود همین روایت شما میگی که وقتی که مژده به امامت دادن، از هم رسول الله راضی شد و هم حضرت فاطمه راضی شد. خب اگر راضی شد، کراهت برای وضع حمل چرا هست؟ چرا وضعش را در واقع ناگوار میدونست؟ وضع حمل. حالا این مژده که از زمان ابراهیم علیه السلام داده شده بود، بنابر ادعایی که عرض کردم که در واقع این تضاد با تمام این موارد داره. خب پس بنابراین این مطلب رو ما اینجا وقتی که دقت میکنیم میبینیم که تمام این هم یک نوع اهانتی هست به رسول الله صلی الله علیه وسلم، به فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها که مژده رو قبول نکرده. بعد از این هم که به قول خودشون قبول کرده، نهایتا وقتی که یک شیرینی بهش دادن که این امامت در فرزندان تو خواهد بود، بعدم راضی شد، باز هم وضع حملش بر اساس کراهت بوده. خب مگر سیدنا حسین رضی الله تعالی عنه وقتی که به دنیا اومدن، چرا شیر مادر رو نخوردن؟ علتش هم این بیان میکنن، زیرا که فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها حمل حسین و بارداری و وضع حملش هر دوتا همراه با کراهت بوده، نمیپسند، این رو خوشش نمیآمد. به خاطر این هم حضرت حسین رضی الله تعالی عنه وقتی که به دنیا اومد، نه شیر مادرش را خورد و نه شیر هیچ زن دیگری رو در واقع نخورد، به خاطر عدم رضایت از مادرش. چون که مادرش بارداری حسین و وضع حسین، وضع حملش به صورت کراهت بوده، به نارضایتی و ناخوشایندی بوده، حضرت حسین رضی الله تعالی عنه تلافی به مصر کرد، اصلا سینه این مادر رو نگرفت و شیر مادرش رو نخورد. حالا همه این یعنی دردسرا فقط به خاطر اینه که سیدنا حسین رضی الله تعالی عنه در راه خدا میخواد شهید بشه، یا امت پیامبر صلی الله علیه و سلم ایشون رو به شهادت میرسونن. خب همین قرآن بر محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم نازل میشد که ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون. در اینجا الله سبحانه و تعالی میفرماید که هرگز کسانی را که در راه الله کشته میشوند مرده نپندارید، بلکه آنها زنده‌اند و نزد پروردگارشان روزی میخورند، به آنچه الله از فضل و کرم خود به ایشان داده است شادمانند. الله میگه اینا شادمانن، شیعه میگه نه، اینا ناراحت بودن و کره داشتن. و به کسانی که هنوز به آنها نپیوستند و شهید نشدن، به آنها این بشارت رو میدن که نبی میبر آنهاست و نه اندوهگین میشن. این واقعا آیات قرآن رو، احادیث رسول الله رو، حتی گفتار اهل بیت رو که من یک قولی رو از سیدنا علی رضی الله تعالی عنه در این زمینه نقل کردم، وقتی که این موارد رو ما بررسی میکنیم، ما دو گزینه بیشتر در اینجا وجود نداره. یا این که خود ائمه رسول الله و حضرت فاطمه زهرا و بقیه کسانی که در واقع مشمول این حکم هستند، یا این که علم غیب نمیدانستند، از این موارد اطلاع نداشتند، این فضیلت ها رو نمیدونستند، با این آیات قرآن و فضیلت شهادت و جایگاه شهید آشنایی نداشتند، یا این که این روایات جعلی هست. این روایاتی که در این زمینه آمده روایات جعلی هست و قطعا جعلی هست که آقای کلینی 20 سال زحمت کشیده، به جز این روایات ضعیف و مجعول و ساختگی نتونسته که روایاتی رو برای بیان فضیلت سیدنا حسین رضی الله تعالی عنه در اینجا در واقع بیان بکنه. غیر از این همین مطلب رو که در اینجا ذکر کرده و خود همین روایت رو در یک مقطعی از این روایت در اینجا میگه که در آخرش فلولا انه قال اصلح لی فی ذریتی لکان الذریة كلهم ائمه،
میگه اگر حسین وقتی که به دنیا آمد این دعا رو نمیکرد که اللهم اصلح لی فی ذریتی، این کلمه فی رو در اینجا نمی آورد، تمام فرزندانش چیکار میشدن؟ امام میشدن. خب این بشارت به قول شما از زمان ابراهیم، از زمان اصلا قبل از وجود بشریت این بشارت بوده به 12 امام. غیر از این در لوح جابر، روایتی که ما در آغاز این سری برنامه ها بررسی کردیم، به روایت توسی وقتی که در خود در بحار الانوار هم این مطلب در واقع ذکر شده که در اونجا وقتی که می آورد حضرت جابر ابن عبدالله میگه من رفتم نزد حضرت فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها به ولادت حسن، رفتم که ایشون مژده بدهم، تبریک بگویم چون که حسن متولد شده. دیدم که دستشون یک لوحی وجود داره که در این لوح نام تمام ائمه نوشته بود، علی، حسن، حسین و تمام اینا در زمان ولادت حسن، گرچه در برخی از روایات این لوح جابر اومده که به ولادت حسین بوده. اما این امامتی که از قبل از انسانیت، قبل از اینکه بشری خلق بشود، قبل از اینکه موجودی خلق بشود، این ائمه آفریده شدن، نورشون آفریده شده، قطعا ائمه اینو در واقع میدونستن و این امامت رو الله متعال تعیین کرده بود. در این روایت اومده ادعا میکند که بله اگر امام حسین نمیگفت اصلح لی فی ذریتی، تمام ائمهش در واقع به امامت میرسیدن. حداقلش این است که این روایت، حداقلش این است که این آیه بنابر ادعای شیعه و این روایت بعد از ولادت سیدنا حسین رضی الله تعالی عنه به دنیا آمده. خب جریان حدیث دار چی می شود که رسول الله صلی الله علیه و سلم در ابتدای بعثت این ولایت و امامت رو نسبت داده بود به حضرت علی رضی الله تعالی عنه، یا روایت دیگری که شما از آن استدلال میکنید که این امامت تا قیامت در ذریه حضرت علی رضی الله تعالی عنه در واقع باقی میماند. میبینیم که در این روایت این سری اشکالات عمیقی وجود داره که همون گونه که من قبلا عرض کردم به هیچ عنوان اینها نمیتوانند گفته و فرموده رسول الله صلی الله علیه و سلم باشند. مطلب دیگری که در خود این روایت چهارم یعنی قابل ذکر است و همچنین روایت سوم و چهارم هر دوتاشون این مطلب هست که در این اشاره شده که حضرت حسین رضی الله تعالی عنه خصوصا در روایت چهارم و روایتی که بعد از روایت چهارم از روایتی که از امام رضا آورده بود، صراحتا در اینجا آمده بود که حضرت حسین رضی الله تعالی عنه نه از مادرش و نه از هیچ زن دیگری شیر نخورد. در روایت چهارم میاد ولم یرضع الحسین من فاطمه ولا من انثى. در روایت بعدش که با سند دیگر از امام رضا آورده ان النبی صلی الله علیه و سلم کان یؤتی به الحسین فیلقمه لسانه فیمضی فیمسه فیجتزئ به ولم ترضع من انثى ولم یرتضع من انثى، که حضرت حسین از هیچ زنی در واقع شیر نخورد. خود همین مطلب این در واقع یک دروغ دیگر هست که تناقض آشکاری هست که در خود کتاب‌های شیعه در واقع اومده و این مطلب رو من از کتاب بحار الانوار خدمت بینندگان عزیز اینو نمایش خواهم داد. در این روایت اومده و چون که من این فقط این کتاب رو یعنی برای وقتی که می‌خواستم در پی این بودم که این مطالب رو آماده بکنم، به این بحث تاریخ امامین و همامین رو در مورد حسن و حسین بود کاملا مطالعه کردم و به چیزای عجیب و غریبی در این کتاب و در این ابواب من روبرو شدم. یکی از موارد این بوده که حضرت ام ایمن رضی الله تعالی عنها اینشون در واقع دایه و زنی بودند که حضرت حسین رضی الله تعالی عنه رو شیر میدادند. در این دو روایتی که در کتاب اصول کافی اومده صراحتا اومده بود که حضرت حسین رضی الله تعالی عنه از هیچ زنی شیر نخوردن، اونم به خاطر اینکه وضعش و حملش در واقع به صورت کراهت و ناخوشایندی بوده. در این کتاب در جلد 43 صفحه 242 هست این مطلب، اگر دوستان اینو نمایش بدن. روایت 15 این باب هست، روایت 15 هست و در جلدش در اینجا جلد 43 صفحه 242 هست روایت 15. در اینجا این مطلب به صورت کامل هست، اینو بیان میکند از حضرت ام ایمن از عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله قال اقبل جیران ام ایمن الی رسول الله. همسایگان ام ایمن رفتن نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم و گفتند یا رسول الله ام ایمن دیشب از گریه نخوابیده تا صبح گریه میکرد و گفتن خب چرا گریه میکرد؟ یکی فبعث رسول الله صلی الله علیه و سلم الی ام ایمن، رسول الله یک فردی رو فرستادن قاصدی نزد ام ایمن که بیاد، اونم ایشون اومد. فقال لها یا ام ایمن لا ابقى الله عینک
الله متعال چشم تو را گریان نکند، چرا گریه میکنی؟ ان جیرانک اتونی و اخبرونی انک لم تزلن اللیل تبکین اجمع. اومدن به من خبر دادن شما کل شب تا صبح نشستی گریه میکنی، علتش چی هست و چرا گریه کردید؟ و این خوابی رو تعریف کرد حضرت ام ایمن برای رسول الله صلی الله علیه و سلم. گفت یا رسول الله رأیت الرؤیا عظیمه شدیده، یک خواب بسیار بزرگ و سختی رو من دیدم، به خاطر این من تا صبح در اونجا گریه میکردم، به خاطر همین خواب. گفته خب خواب چی بوده؟ فقصیها، اینو تعریف بکن برای من. حضرت ام ایمن گفت که فإن الله و رسوله اعلم، فقالت تعزم علی ان اتکلم به، خیلی سخته برای من که این خواب رو حتی تعریف بکنم. فقال لها ان الرؤیا لیست علی ما ترى، خواب اونگونه نیست که انسان میبیند، دقیقاً اون چیزی که انسان در خواب دیده اون واقعیت نداره، تعبیرش یک چیز دیگر هست. نترس و انتخابت رو برای من تعریف بکن. فقصیها علی رسول الله صلی الله علیه وسلم قالت رأیت فی لیلتی هذه کأن بعض اعضائک ملقى فی بیتی، من در خواب دیدم که برخی از اجزای بدن تو و اعضای تو افتادن تو خونه من. فقال لها رسول الله صلی الله علیه وسلم به ایشان فرمودند که نامت عینک، چشمت راحت باد، خواب راحت ببینی، یا ام ایمن تلد فاطمه الحسین، فاطمه متولد خواهد کرد، یک فرزندی را، حسین را به دنیا خواهد آورد، فتربینه و تلبینه، و تو اون رو تربیت خواهی کرد و به اون شیر خواهی داد، به اون شیر خواهد داد. اینو در پاورقی کاملا توضیح داده و در ادامه میگوید که فیکون بعض اعضای فی بیتک، بدین خاطر بعضی از اعضای من در خانه تو خواهند بود. این پاورقی رو دوستان نمایش بدن که این تلبینه یا تلبینه رو در اینجا تفسیر کرده. پاورقی شماره 1 هست، شماره 1 ای تسقینه اللبن، که بیشون در واقع شما شیر میدهید. خب در اون روایت اصول کافی که 2 تا روایت بود و 2 سند آورده بود، در آن به صورت کامل صراحتا اومده بود که حضرت حسین رضی الله تعالی عنه نه از مادر شیر خورد و نه از زن دیگر. در این روایت صراحتا اومده که ام ایمن رضی الله تعالی عنها در واقع این خواب رو دیده بودند و تعبیر این خواب این بود که حسین رو ببرن تحویل ام ایمن بدن تا اینکه به ایشون در واقع شیر بده. و اون روایت قبلی رو هم ما فراموش نکنیم که در اون روایت اومده بود که ام سلمه کفالت حضرت حسین رضی الله تعالی عنه رو در واقع به عهده گرفت. این روایت همشون با هم دیگر در واقع به این اندازه تضاد دارند. و همچنین در روایت شبیه به این هست روایت دیگری در همین کتاب، روایت 33 این کتاب و این باب هست، در مورد سیدنا حسین رضی الله تعالی عنه. این همین مطلب رو جعل کردن برای ام فضل، که ام فضل اومد نزد رسول الله صلی الله علیه وسلم، گفت یا رسول الله من در خواب دیدم که برخی از اعضای تو در خونه من افتادند، برخی از اعضای تو در خونه من افتادن. گفتند که خیر هست انشاءالله. قال خیرا رأیتی، خواب خوبی دیدی، تلد و فاطمه غلاما، فاطمه یک فرزندی رو به دنیا خواهد آورد، ترضعینه بلبن قثم، اینو همراه با فرزندت قثم اینو در واقع به شیر میدهید. فولدت الحسن فارضعته بلبن قثم، که بعد از آن حضرت حسن به دنیا آمد و حضرت ام فضل رضی الله تعالی عنها ایشونو در واقع شیر داد. ببین همین خواب یکی هست، یعنی تمام این روایت رو وقتی ما نگاه میکنیم روایت جعلی هست، هر کسی اومده به مزاج خودش روایتی رو در واقع جعل کرده و نهایتا این روایات با همدیگر به این گونه در تناقض و تضاد هست و متاسفانه شیعه هم این روایات رو به عنوان روایاتی که در واقع دین خودشون از این میگیرند یا این راویان رو در واقع در رأس دین خودشون قرار دادن و قولشون رو معتبر قرار میدن و دین خودشون رو میگیرن، به گونه‌ای که امروزه در جهان تشیع در حسینیه ها بیشتر از واقعیت هایی که بیان می شود این سری روایاتی هستند که متاسفانه در حسینیه ها بیان می شوند و به خورد عوام شیعه داده می شوند. بله، جزاکم الله خیر. واقعا مطالب زیبایی بود که جناب استاد اشاره کردن. با هم میان برنامه میبینیم و بعد از اون انشاءالله برمیگردیم خدمت شما عزیزان و همچنین صدای گرم شما بزرگواران را در قسمت بعدی برنامه خواهیم داشت که در مورد مطالبی که ارائه شده اظهار نظر بکنید. با ما همراه باشید. نزد آخوندان شیعه حجاج بیت الله حرامزاده و زیارت کنندگان قبر حسین حلالزاده اند. آخوند مهاجر جواب می دهد: يا ابن رسول الله لماذا ينظر الله تبارك وتعالى لزوار الحسين
يصح تقول نظر له ونظر إليه، أو ينظر إلى زوار الحسين، أو ينظر زوار الحسين. هذا يتعدى ويلزم بفعلين. ليش الله ينظر لزوار عرفة قبل موقف عرفة؟ اسمع، قال لأن في أولئك أبناء زنا وليس في هؤلاء أبناء زنا. قال لأن في أولئك أبناء زنا وليس في هؤلاء أبناء زنا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبینا. و کسانی که مردان و زنان مؤمن را بدون اینکه گناهی مرتکب شده باشند می‌آزارند، به راستی که بار بهتان و گناهی آشکار بر دوش کشیده اند. کدامین عقل و منطق می‌پذیرد که چنین جسارتی در حق حاجیان بیت الله الحرام روا می شود؟ آنانی که ندای حق را اجابت نموده و با لباسی کفن مانند در صحرای مبارک عرفات لبیک گویان دست نیایش به آسمان بلند کرده و اشک عبودیت می‌ریزند. حرامزاده خواندن چنین بندگانی که الله متعال در حضور ملائکه به آنان مباهات می‌کند در کدامین عقل می‌گنجد جز عقل ناقص رافضیان کوردل؟ آیا امکان دارد که کینه توزی چنین در قلب انسان رخنه کند؟ اکنون بیایید ببینیم در عرفات حرامزاده ها بسیارند یا در کربلا. از امام صادق رحمت الله علیه روایت است که او در مورد متعه پرسیده شد. فرمود نزد ما جز انسانهای فاسق کسی آن را انجام نمی دهد. بهارالانوار مجلسی جلد 100 صفحه 318. حال از آخوندان شیعه می پرسیم کودکانی که از فاسقان به تعبیر امام صادق و فاسقات به دنیا می آیند حلال زاده اند یا حرام زاده؟ و در کربلای شما چه بسا از این صیغه زاده ها وجود دارند؟ با سلامی دوباره خدمت بینندگان عزیز و گرامی. با ادامه برنامه حجت بی حجت با شما عزیزان هستیم و جناب حضرت مولانا فکر کنم صحبت‌های پایانیتون آماده کردید در مورد این برنامه. خدمت شما هستم. یعنی باید دیگه خاتمه بدم چون که ما سعی می‌کنیم که چند دقیقه وقت به بینندگان عزیزی هم بدیم که دوست دارن در مورد مطالبی که مطرح شده اظهار نظر کنن. بسیار تا زمانی که شماره تلفن اعلام بشه و دوستان بیننده انشالله که صدای گرمشون رو بشنوم، من مطالبی رو که در واقع باقی مونده و میخوایم چون که این باب رو خاتمه بدیم، یعنی نمیخوام یه جلسه دیگه رو در این باب بگذاریم، به صورت جسته گریخته چند مطلب رو از این روایات باقی مونده که در این باب هست من خدمت بینندگان اینو نقل میکنم. قبل از این در نقطه جالبی رو که برای من جای تعجب بود و نمیتونستم اون توجیه بکنم، در واقع در مورد اختلاف تاریخ تولد سیدنا حسین رضی الله تعالی عنه. خب این نقل تاریخ تولد چه بسا در اون اختلاف هم وجود داشته باشه. یعنی یک فردی، یک مورخی میاد یک تاریخی رو ذکر میکند در فلان روز بوده، یکی میاد میگه که نه در فلان روز نبوده، نمیدونم یک ماه بعد بوده، یک ماه قبل بوده، یا این که در آن سال نبوده سال دیگر بوده. این کاملا یک چیز طبیعی هست. اما چیزی که برای من جالب توجه بود توجیه این اختلاف روایات هست که در برخی از روایات هم روایتی که شیعه دارند از ائمه خودشون و هم روایات تاریخی رو که ما نگاه میکنیم، آقای کلینی اومده که امام حسین رضی الله تعالی عنه در سال 3 به دنیا آمدن و در روایتی سال 4 اومده. وقتی که من این بحث رو بررسی میکردم در یک از کتاب‌های شیعه که به نام رسائل آل طوق قطیفی،
رسائل آل طوق قطیفی جلد 4 صفحه 77 مطلبی رو در اونجا آورده. میگه که اما روایات الداله علی غیر ما رجحته من ان مولده فی شعبان فمحموله علی التقیه. روایاتی که غیر از این هست که من ترجیح دادم مبنی بر این که سیدنا حسین در ماه شعبان به دنیا اومدن، اینها محمول بر تقیه هست. تقیه یعنی حتی در سال تولد؟ حتی در سال تولد و در نقل روایات که اختلاف تولد وجود داره، تاریخ تولد، میگه فمحمولة علی التقیه. به چه خاطر؟ لموافقتها لمشهور العامه، به خاطر اینکه به خاطر موافقت هست با قول مشهور عامه کما یظهر بالتأمل. من تعجب کردم، گفتم که حتی همین مونده که بگن که امام فلان امام در فلان سال به خاطر تقیه متولد شد، تولد اصلیش در فلان سال نبوده، اون سال فقط همینجوری ظهور کرده. این طرف هم داره به همون روایت عمل میکنه که خالف العامه فإن فیه رشاد. حتی این گونه هست، یعنی این موارد را که در موارد همین توجیه به تقیه واقعا این جای تحمل داره. روایاتی رو که امام خودش تنها رفته برای قضای حاجت و اجابت مزاج، بسیاری از اینها رو مانند نقش خاتم که بوده با اون استنجا می‌کردن، این آورده که محمول بر تقیه هست. نمیدونم اونجا چیکار تقیه می‌کردن. این روایت در تاریخ تولد اختلاف وجود داره، این میگه محمول بر تقیه هست و از این قبیل مطالبی که واقعا یعنی برای هیچ انسان عاقلی قابل توجیه نیست. در روایت بعدی، روایت پنجم اگر اجازه بدید فقط چند مورد هست، من اینو به صورت گزارا اشاره میکنم. در روایت پنجم اومده که زمانی که سیدنا ابراهیم علیه السلام در واقع گفتند که فنظر نظرة فی النجوم فقال انی سقیم، به آسمان نگاه کرد، به ستارگان نگاه کرد و گفت من بیمار هستم. قال حسب فرأى ما یحل بالحسین، ایشون نگاه کردند و اون دیدن در ستاره یا فهمیدم که به حضرت حسین رضی الله تعالی چه چیزی سرشون در میاد، یعنی این جریان کربلا رو دیدن، شهادت حضرت حسین رو دیدن. فقال اینی سقیم لما یحل بالحسین، من به خاطر اون مصیبتی که به حسین میرسد من در واقع بیمار هستم. حضرت ابراهیم علیه السلام به خاطر شهادت حسین بیمار هست. خب بعد از ایشون، قبل از حضرت حسین رضی الله تعالی عنه، خود رسول الله صلی الله علیه وسلم در واقع ضربه دیدن، در جنگ‌ها مورد اذیت و آزار قرار گرفتن. قبل از خود حضرت حسین رضی الله تعالی پدریشون به شهادت رسیدن، برادرشون در واقع بنابر قولی که وجود داره مسموم شدن، یا بنابر تعبیری که شیعه دارن فاطمه زهرا در واقع به شهادت رسیدن. چرا برای برادر و برای پدر و مادر و برای خود رسول الله صلی الله علیه وسلم و برای بقیه اهل بیت رسول الله یا کسان دیگری از انبیایی که در واقع به شهادت رسیدن، حضرت ابراهیم علیه السلام بیمار نشد، اما به خاطر شهادت حسین رضی الله تعالی عنه بیمار شد. به هر صورت من چون که اصل حکمی رو که در اینجا خصوصا برای روایت پنجم آقای مجلسی ذکر کرده، گفت این روایت مرفوعی هست. ما معتقد هستیم تمام این روایات مرفوعند، یعنی مرفوع الاعتبارند، از دیدگاه علمی و از دیدگاه سندی هیچ گونه اعتباری رو ندارن. در روایت ششم باز اومده نقل کرده از ابو عبدالله که میگوید که زمانی که حضرت حسین رضی الله تعالی به شهادت رسیدند و واقعه کربلا اتفاق افتاد، زدت الملائکه، فرشتگان زجه زدند و داد و فریاد کردند و قالت یفعل هذا بالحسین صفیک، ای خدایا این برای حسین این اتفاق میفته که برگزیده تو هست و فرزند پیامبرت هست. قال فاقام الله لهم ظل القائم، الله متعال سایه قائم را یعنی مهدی را نشان داد و قال بهذا انتقم لهذا، من با این انتقام میگیرم، برای این یعنی برای حسینی که کشته شده الان، با این یعنی با امام مهدی از این انتقام میگیرم. خب در اینجا میگه ظل قائم را در واقع چی کرد؟ سایه‌اش رو نشان داد. خب خود مهدی که اصلا به دنیا نیومده، سایه‌اش از کجا به دنیا اومده؟ وقتی که اصلش نیست، سایه از کجا هست؟ اگر روحش بوده، آیا روح هم سایه داره که ظل قائم را نشان داده؟ و دوما در این روایت اومده که الله متعال گفته که من توسط این فرد انتقام میگیرم. از کی؟ از قاتلان حسین. در زمان حضرت حسین رضی الله تعالی عنه، زمانی که ایشان زنده بودند یا بعد اینکه به شهادت رسیدند، در زمانی که قاتلان حسین زنده بودند، مهدی اصلا ظهور نکرد که انتقام بگیره. تمام قاتلان حسین از دنیا رفتند و مهدی نیومد. و کسی که انتقام گرفت از قاتلان مهدی مختار ثقفی هست.
اگر این روایت دلیلی باشه، منقبتی باشه، دلیلی بر این است که مهدی موعود مختار ثقفی هست، نه محمد ابن حسن عسکری، زیرا اون کسی که انتقام گرفت عملا همون مختار ثقفی بود نه مهدی. و زمانی که مهدی میآید قاتلان حسین همه به سزای اعمال خودشون رسیدند و هم عذاب دنیایی رو چشیدند که کشته شدند و هم عذاب اخروی و عذاب قبر را که عذاب الله متعال که سخت‌تر از عذابی هست که در واقع در دنیا عاید اونها بشود. روایت هفتم در واقع هم یک مطلبی هست که الله متعال بهش به حضرت حسین اختیار داد که شما میخوایی که کشته بشوی یا میخوایی که پیروز بشوی. کان بین السماء والارض ثم خیر النصر او لقاء الله، که پیروز بشوی یا اینکه به لقاء الله بروی. فاختار لقاء الله. حضرت حسین رضی الله عنه لقاء الله رو چکار کرد؟ انتخاب کرد. برخلاف روایاتی که در خود کتب شیعه هست، در خود کتاب‌های شیعه و سنی اینو نقل کردن، در آخرین لحظات قبل از اینکه درگیری در واقع اتفاق بیفته، حضرت حسین رضی الله تعالی عنه آرزو میکرد که کاش من نمی اومدم، کاش که من به این مهلکه نمی اومدن و 3 تا گزینه رو در واقع پیشنهاد داد. گفت یا من را بگذارید از همون راهی که اومدن دوباره برمیگردم، یا اینکه خود من میروم نزد یزید ابن معاویه و خودم با اون فیصله میکنم، قضیه خودم رو حل میکنم، یا اینکه اجازه بدید برم در یکی از سرحدات مسلمانان در واقع برم و جهاد بکنم. در روایت هشتم یک روایت جالبی هست. یک فردی رو به نام فزه، یک کنیزکی رو در اینجا، اصل در واقع فرد این داستان هست که در اینجا ذکر کرده. فقالت فزه لزینب. اصل این فزه در کربلا میگن که بوده بنابر این روایت، وگرنه از نظر تاریخی چون این چیزی وجود نداره. در همون زمانی که حضرت حسین رضی الله تعالی کشته شدند، روایت هشتم، لما قتل الحسین، زمانی که ایشون کشته شدند، اراد القوم ان یطیعوه الخیل. قوم یعنی لشکر عمر سعد خواستند که ایشون رو با سم اسبان له بکنند، یعنی اسبان رو بر روی جسد مبارک ایشون بدوانند. فقالت فزه لزینب. فزه به زینب گفت یا سیدتی ان سفینه کسر فی البحر. یک سفینه در واقع شکسته در دریا. فخرج الی جزیره. البته نمیدونم اینجا صیغه مذکر رو در اینجا آورده. فخرج الی جزیره، رفت به جزیره. البته منظورش اینه که همون فزه رفت به جزیره. از ادامه جریان این فهمیده میشه. خود این که کسر فی البحر ان سفینه باید کسرت می بود، مذکر آورده اونم. به هر صورت این اشکالات ادبی و نحوی که داره بگذاریم. فقال یا ابا الحارث. فقال یا ابا الحارث. اون باز میگه فقال یا ابا الحارث انا مولا رسول الله، و مولای رسول الله هستم. همه که همهمه کردون چی علا همه بین یدیه حتی وقف. مگر این که فزه در واقع نمیشه به هر صورت این فزه هم کنجا نمیشه که مذکر تصور بکنیم، زیرا که در اونجا میگه فقالت فزتو. من یه لحظه فکر کردم خب شاید فزه نام مردی باشه، اما در اینجا میگه فقالت فزه، اما در بقیه موارد صیغه مذکر رو براش آورده. بعد برگشته به صیغه مؤنث فدعینی امزی الیه. میگه در اونجا شیری هست، اجازه بده که من برم پیش اون شیر. نهایتا این جریان چون که طولانی هست، میگه که این خانم فزه، این کنیزک رفت و یک شیری رو از اون جنگل صدا کرد. گفت که میدانی که فردا میخوان چیکار بکنن با حسین؟ اتدری ما یریدون ان یعملوا غدا بابی عبدالله. میدونی که فردا ابی عبدالله امام حسین رو میخوان چیکار بکنن؟ یریدون ان یؤتئوه الخیل ظهره. میخوان که اسوار رو بر روی ایشان رد بکنن تا اینکه در واقع حتی استخوان‌های ایشون هم خرد بشه. قال فمشى حتی وضع یدیه علی جسد الحسین. این شیر رفت و دسته هایش را گذاشت بر روی جسد سیدنا حسین رضی الله تعالی عنه. فاقبلت الخیل، لشکر اومد. فلما نظروا الیه، وقتی که نگاه کردند این شیر رو دیدن، فقال لهم عمر بن سعد، عمر سعد به اونها گفت که فتنه لا تثیروها انصرفوا. این یک فتنه هست، اینو فتنه رو بیدار نکنید، برای خودتون مشکل درست نکنید. و بعد از این برگشتند و رفتند و صرف نظر کردند از این که اسبه ها رو بر جسد سیدنا حسین رضی الله تعالی عنه بدوانند. این مطلب رو در اینجا آقای کلینی این گونه آورده، اما در روایات دیگری و در نقل قول‌هایی که حتی مفید در کتاب الارشاد که من اینجا پرینتش رو هم گرفتم، جلد دوم کتاب الارشاد صفحه 113، در اونجا مطلبی رو داره به صورت کاملا در اونجا اشاره می‌کند و میگوید که فداس الحسین، حضرت حسین رضی الله تعالی عنه را در واقع با سم اسباشون
پایمال کردن، بر روی ایشان رد شدن، حتی رد و زهره و صدره، تا نهایتاً که کمر ایشان را و سینه ایشان را شکافتند و نرم کردند. این تضاد آشکاری هست که در میان این روایت وجود داره. روایت نهم هم که روایت به قول آقای مجلسی ضعیف علی المشهور هست، اونم یک همچنین افسانه هست که یک فردی از این کنیزک هایی که وجود داشته، بقیه مردم گریه می‌کردند و این کنیزک ها اشک چشمشون خشک شده، اون یکی خشک نشده بوده، هنوز با وجودی که همه گریه می‌کردند مدت طولانی رو باز هم اشک میریخته. گفتن که علتش چی است که همه اشکشون خشک شده اما تو باز هم اشک میریزی؟ قالت اینی لما اصابنی الجهد و شربت شربت سویق، من یک شربت سویقی در واقع نوشیدم، به این خاطر است که الله متعال به من این اجازه رو داده یا این تاثیر رو در من ایجاد شده که من اشکم در واقع خشک نشده. و مطالبی هست که به افسانه شبیه هست تا اینکه به یک واقعیتی در واقع شبیه باشه و بگیم که این مطلب علمی باشه. همون گونه که من قبلا عرض کردم، تمام این روایاتی رو که در باب میلاد و مولد سیدنا حسین رضی الله تعالی عنه آورده، هیچ گونه فضیلتی رو برای سیدنا حسین رضی الله تعالی عنه ثابت نمی کند، بلکه برعکس تمام اینها اتهام هست و بی‌حرمتی هست به شخص رسول الله صلی الله علیه وسلم و به مادر ایشون حضرت فاطمه زهرا و به خود حضرت حسین رضی الله تعالی عنه. و این روایات صحیح و غیر صحیحش، ضعیف و مجهول و همهشون کنار هم بگذاریم، هیچ گونه فضیلتی رو برای سیدنا حسین رضی الله تعالی عنه اثبات نمی کند. و این هست نمونه از بهترین روایاتی که آقای کلینی اینها را لایق دانسته که در این باب و برای اثبات فضیلت یا مولد حسین ابن علی رضی الله تعالی عنه این مطالب را در واقع بیان بکنه که واقعیت این روایات را و تضاد و تناقضی رو که در اینها هست و عمق بی احترامی و بی حرمتی رو که به رسول الله و اهل بیتشان کردن برای بینندگان عزیز کاملا آشکار و نمایان شد. بله، جزاکم الله خیر. از لحظات پیش شماره تلفن برنامه رو عزیزانمون زیرنویس کردن. دوستانی که میخوان در مورد موضوعاتی که مطرح شد در این برنامه اظهار نظر بکنن، انشاءالله میتونن از این لحظه تماس بگیرن. سوالی که ما از شما خواهیم پرسید این است که چرا این توهین ها و اهانت ها و تناقضات در این روایات اصول کافی با قرآن کریم و با عقل و منطق وجود داره؟ بله، سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. سلام، سلام باشید. سلامت باشید بیننده گرامی، میشه خودتون رو معرفی کنید؟ من میرویس وزیری هستم، از افغانستان، از استان اصفهان ایران زنگ میزنم. آقا میرویس بزرگوار بفرمایید، اگر در مورد مطالبی که مطرح شده حرفی دارید میشنویم از شما. من درباره سال دیگه ای داشتم، میتونم سوال بکنم؟ سوالات شرعیتون رو اگر روز دوشنبه در برنامه پرسش و پاسخ بپرسید ممنون میشم از شما. باشه. تشکر از شما. خدا نگهدار. خدا نگهدارتون. بله، سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام. حسن در مورد سیدنا و مولانا میشه لطفا خودتون رو معرفی کنید؟ بیننده گرامی خودتون رو معرفی بفرمایید. ایران. یک بار دیگه دوستان صدا رو کمی تقویت کنن در استودیو، بفرمایید کمی بلندتر صحبت کنید. من مهدی صالحی هستم، از کشور ایران تماس میگیرم. آقا مهدی از ایران. میخواستم در مورد سیدنا حسین رضی الله تعالی عنه از حاج آقا سوال بپرسم. میشه لطفاً وصل کنید؟ شما وصل هستید در استودیو، منتها قبل از اینکه شما سوالتون رو بپرسید اجازه بدید من از شما سوال بپرسم که روایاتی رو که ما اینجا بیان کردیم از صحیح ترین کتب شیعه، از کتاب کافی که در تناقض با آیات قرآن کریم و با عقل و منطق و حتی با روایات خود همین کتاب ها است که در جاهای دیگه آوردن، نظر شما به عنوان یک شیعه در مورد این روایات چیه؟ نظر من اینه که خب زمانی که دعوا میشه، یعنی خب بین شیعه و سنی 100% اختلافات هست. یک انسان یا یک مؤمن که خودمو در نظر میگیرم باید حرف دو طرف رو بشنون، هم شیعه و هم اهل سنت، و بعدا در مورد اون تصمیم قطعی و نهایی را بگیرم. نظر میگیرم. بعد میخواستم سوالی که بپرسم در مورد ابوبکر رحمه الله بود که میخواستم ببینم واقعا ابوبکر رحمه الله
باعث شهادت حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها شده یا کسانی دیگه یا اصلا حضرت زهرا سلام الله علیها خودشون به شهادت رسیدن یا ابوبکر رحمه الله باعث شهادت شده؟ واسه این سوالم جواب بدید. آقا مهدی بزرگوار، در این مورد ما برنامه هایی داشتیم حتی در ایامی که به ایام فاطمیه معروف هست. در این مورد بله بنده میخوام آخر بدونم، یعنی اون ابوبکر رحمه الله که خلیفه بزرگ مسلمین بود، درسته امام ما نیست اما خلیفه بود و ما به عنوان شیعیان حتی بنده و خانوادم احترام کافی خیلی مهمی به ابوبکر رحمه الله میگذاریم. بله یعنی واقعا من میخوام آقا مهدی بزرگوار آقا مهدی بزرگوار من سوال شما رو دریافت کردم. بانوی همه مؤمنان زهرا سلام الله علیها به شهادت رسیده و چه کسی موجب شهادت یا رحلت او شده. بله آقا مهدی بزرگوار سوال شما رو انشاءالله جناب استاد پاسخ خواهند داد. منتها من از شما یک سوال میپرسم. بله من از شما یک سوال میپرسم. آقا مهدی بزرگوار صدای منو دارید؟ اگر به خلفای شما احترام بگذارم که احترام هم میگذارم، پس شما در این مقابل به امامان شیعه و بزرگ ما احترام میگذارید. همین کار من که انجام میدم اگر دو تا از همکلاسیان ببینن میتونن اینو یاد بگیرن که این باعث وحدت بزرگ اسلام میشه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. من تشکر میکنم. اون ساعت برنامه رو میگید؟ باشه چشم. تشکر از شما. خدا نگهدارتون. بله سلام علیکم. سلام، خسته نباشید. سلامت باشید. بیننده گرامی خودتون رو معرفی بفرمایید، از کجا زنگ میزنید؟ من احمد هستم، از ایران تماس میگیرم. آقای انصاری خودتون هستید درسته؟ انصاری هستم. احمد آقای بزرگوار، در مورد این روایاتی که در باب مولد سیدنا حسین رضی الله تعالی عنه در کتاب کافی اومده و مملو از دروغ و تناقض و افسانه گویی است، اگر صحبت بکنید خوشحال میشیم. آقای انصاری یه انتقاد ازتون داشتم، انتقاد پذیر هستید یا نه؟ آقا احمد بزرگوار جواب سوال ما رو بدید، من انشالله انتقاد شما رو جوابتون میدم. بله بری و چشم. بفرمایید. آقا در قرآن کریم اومده، آیه نور اومده، خالق نور آسمان و زمین الله متعال همون خدای بزرگه، درسته یا نه؟ بله. خدای متعال هست نور. و میخواستم یه روایتی رو مطرح بکنم از شیخ کلینی در این باب که مطرح کرده که ما اهل شیعه بی خود و بدون جهت، من کاری به این روایت هم که سندش هست یا ضعیف است، بدون جهت بدون هیچ گونه استدلالی منطقی رو باور نمی کنیم، ولی به این باور داریم که حقیقت کلام در اینه که نور اهل بیت وجود داره و در قرآن کریم هم به نور اشاره شده که همچون فانوسه و اون فانوس حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها هست. اعتقاد داریم که احمد جان، آقا احمد بزرگوار برادر عزیزم، جواب سوال من این نبود. شما الان دارید کلا مطلب دیگری رو مطرح میکنید. سوال من این بود، در این روایات 9 روایتی که الان ما خدمت شما بیان کردیم در باب ولادت سیدنا و حبیبنا گل خوشبوی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم حسین رضی الله تعالی عنه، در باب ولادت ایشون صحیح ترین کتاب شما که به اصطلاح از بین کتاب هاتون دیگه این صحیح ترین کتابتون است، در کتاب کافی 9 روایت آورده. این 9 روایتش هر 9 تاش درش تضاد، دروغ و تناقض وجود داره. ببینید رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم از طرف الله متعال بشارت داده میشه به فرزندی که اسمش حسین است و رسول الله صلی الله علیه و سلم به فاطمه زهرا سرور زنان دو عالم این بشارت رو میده، اما این دو ناراحت میشن، خوشحال نمیشن، میگه نه ما نمیخوایم اینی که کشته میشه به دست امت من اینو نمیخوام. آیا این با علم غیب، با تقوا
و با ایمان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و فاطمه زهرا در تضاد هست یا نیست؟ امروز ما با یک مادر شهید رو در جمهوری اسلامی، احمد آقا حرف منو گوش کنید، یک مادر شهید رو در جمهوری اسلامی در صدا و سیما میارن که با افتخار شیرینی پخش میکنه که فرزند من در جنگ علیه عراق شهید شده. این صحنه رو منم دیدم، شما هم دیدید در ایام جنگ. فاطمه زهرا از اینکه فرزند شهید میشه ناراحته و یک زن در قرن 20 در جمهوری اسلامی خوشحاله. آیا این تن در مقام و منزلت فاطمه زهرا سلام الله علیها هست یا نیست؟ جواب من رو بدید، انشاءالله من مطلب شما رو میشنویم. باش، یه مطلبی در شأن حضرت فاطمه زهرا نیست قطعا، ولی راوی این حدیث کیه؟ راویش کیه؟ راوی این حدیث الان من خدمت شما بزرگوار بیان میکنم. این حدیث راوی این حدیث محمد ابن یحیی، احمد ابن محمد، حسین ابن محمد تا میرسه از ابی عبدالله امام محمد باقر. یعنی از مستقیما از شخص امام محمد باقر نقل نشده، دست به دست گشته تا به این مقوله رسیده. همه روایت ها اینطوریه، همه روایت. مگه شما مستقیما با سیدنا علی ارتباط دارید از ایشون حدیث میگیرید؟ نه، منظورم اینه که مثلا بر اساس چند تا مثلا راوی هست یا راویای مختلفی وجود داره که مثلا آقای محترم، آقا احمد بزرگوار در مقدمه همین کتاب نوشته که این کتاب به حضور حضرت مهدی تقدیم شد، ایشون امضا فرمودن گفتن الکافی کافی لشیعتنا. درسته، ولی این مقوله‌ای که شما مطرح کردید مثلا در باب حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، طبعا اگه به روایت‌های قبلیش هم رجوع بکنید بد نیست و اون روایت‌های قبلی سند حاکمیت اونم حکم، ولی این که مثلا آقا احمد من تشکر میکنم. آقا احمد بزرگوار من تشکر میکنم. شما الان انتقادتون رو خیلی مختصر بفرمایید، چون در مورد این روایت ها شما مطلب علمی ندارید که ارائه بفرمایید. مطلب علمی انشالله استناداتش توی یه فرصت مناسب خدمت شما ارائه میکنم. شماره تلفنم در اختیارتون میگذارم که انشالله توی یه فرصت مناسب با هم بشینیم صحبت بکنیم. یه انتقادی هم دارم ازتون و اون انتقاد این هست که اگر میخواد در رابطه با شیعه نقدی داشته باشید و کتب اهل شیعه نقد داشته باشید، نقدتون منصفانه باشه، دنبال حقیقت باشه، نه دنبال سرکوب بشید. خب آقا احمد بزرگوار یک نمونه از عدم انصاف ما رو در نقل روایات بگید، چون که ما الان این کتاب اصول کافی کتاب خودتون هست، کتاب مرآت العقول شرح اصول کافی مال خودتون هست. ما گاهی شده از کتاب هایی که علیه شما نوشته شده باشه در این برنامه استفاده کرده باشیم؟ استفاده نکردیم، ولی خیلی توهین میکنیم. برادر بزرگوار، آقای کلینی تهمت عدم ایمان و عدم تقوا به پیامبر میزنه، به فاطمه زهرا میزنه. شما اینو توهین محسوب نمی کنید وقتی که ما این روایت نقل به هیچ عنوان تهمت نزده. اجازه بده تا بگم من استناداتش هم توی فرصت الان شما احمد آقا شما به صفحه تلویزیون نگاه بکنید. بینندگان گرامی، این میگه فلما حملت فاطمه بالحسین علیه السلام کرهت حمله و حین وضعته کرهت وضعه. میگه وقتی که فاطمه حامله شد به حسین ناراحت بود، کراهت داشت از اینکه به حسین حامله شده، و وقتی که ایشون رو به دنیا آوردم ناراحت بود. اینو شما چی تعبیر میکنید؟ استغفرالله. این حدین تحریف شده است. این واقعا تحریف شده است. خب دیگه این تقصیر ما نیست. من اینو قبول ندارم کلا که از اصول کافی باشه. عزیزم آقا احمد بزرگوار، این حقیقت دردناکی است که باید قبول بکنید. من خواهش میکنم از شما به عنوان یک انسان منصف برید در کتاب کافی باب مولد سیدنا حسین ابن علی و اینو تاکید بکنید و در برنامه آینده ما منتظر تماس شما خواهیم بود که در این مورد اظهار نظر بفرمایید. خوبه؟ مطمئن باشه اگر فرصت داشتم شماره تلفن در اختیارتون هست، من در خدمت شما هستم، اسناد صحیحش براتون میارم. بسیار خوب، تشکر از شما. چون خدا نگهدار. آقا یک 20 ثانیه به من اجازه بده. 20 ثانیه بفرمایید. یه مطلبی می‌خواستم میگم ما که اهل بیت قبول داریم، میگیم باید اهل بیت از خاندان ابراهیم خلیل الله باشه.
حالا یه سوال اینجا هست، واقعی سقیفه رو چرا شما صحیح مطرح نمی‌کنید؟ آقا احمد بزرگوار موضوع برنامه قضیه سقیفه نیست. ما اگر می‌خواید در مورد قضیه یه بابی هم باز بکنید در رابطه با این موضوع. ان شاءالله در این مورد هم سقیفه هم صحبت خواهیم کرد. تشکر از شما. خیلی ممنونم. متشکرم. خدا نگهدار. خدا نگهدار. بله سلام علیکم، بفرمایید. خسته نباشید. وصال حق. وصال حق. بیننده گرامی خودتون رو معرفی کنید. من حسن هستم از شیراز. آقا حسن از شیراز. آقا حسن بزرگوار، در مورد این روایاتی که از کتاب اصول کافی و توهین‌هایی که به سید فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها شده اگر که صحبت بفرمایید خوشحال میشیم. ببینید مسئله که الان مطرح هست بین اهل سنت و شیعه مسئله ای است که آیا ما میخوام با هم بحث کنیم یا میخوام با هم تعارض باشیم. من در مقابل این که حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیه در قبال این حدیث نبوی یا حدیث معتبر که هم اصول کافی حالا قصه هازا، من یه سوالی از این برادر عزیزمون یه محترم هم عبد خدا هست، منم عبد خدا هست، یه سوالی از ایشون دارم. اگر بتونه خدایی نکرده سوء زن نسبت به سوال بنده حق بیان داخل میتون، بنده هم جواب هستم هم سوال میکنم از ایشون تقاضا میکنم بفرمایید بنده آگاه بشم این قبر این خلفای راشدین عمر، عثمان، ابوبکر و معاویه رضی الله عنه، بفرمایید که قبر مطهر این بزرگوارا الان در کجا هست؟ باشه چشم، در این مورد صحبت میکنیم. تشکر از شما. تمنا میکنم من رو انشالله اگر وقت دوباره من تماس میگیرم. ببینید بنده حقیر روز قیامت خدا سمیع است و بصیر، همه چیز رو داره میبینه. حالا من این سوال مطرح کردم، خواهش میکنم برای که ذهن منم آگاه باشه. چشم در این مورد صحبت میکنم، در این مورد صحبت میکنیم برادر گرامی. من مجددا با تماس میگیرم. تشکر از شما. خدا نگهدارتون. بله سلام علیکم، بفرمایید بیننده گرامی خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ من علیم. آقا علی بزرگوار بفرمایید در مورد روایاتی که از کتاب کافی حضرت مولانا در مورد صحبت کردن اگر مطلبی دارید در خدمت شما هستیم. من آقای انصاری شما هستی؟ انصاری هستم، صدا شما داره پخش میشه در استودیو، بفرمایید. من در روز الان این گفتگویی که شما انجام میدید یه اختلاف شدیدی بین شیعه و سنی داریم میندازیم، یعنی عامل کشتاری در آینده میشه. حالا من این نظرم اینه که عیسی به دین خود، موسی به دین خود. آیا شما از حضرت عیسی ایراد میگیری؟ عزیزم آقای بزرگوار، آقا علی، عیسی به دین خود، موسی به دین خود در اسلام جایی نداره. پیامبر صلی الله علیه و سلم من پیغمبرم قبول دارم. من با چه پافشاریه که شما میگی بر مثلا شیعه رو قبول نداری یا ما بگیم سنی رو قبول نداریم؟ آقا علی بزرگوار شما به عنوان شیعه اهل بیت، به عنوان کسی که اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم رو دوست دارید و ما بارها گفتیم و یقین داریم که شیعیان اهل بیت رو دوست دارند، در این هیچ شکی هم نداریم. منتها آیا شما نه شما پافشاری کنید؟ آخه درست آقا علی بزرگوار، ما همه ایرانی هستیم. آقا علی بزرگوار، برادر عزیزم، الان آقای کلینی، محمد ابن یعقوب کلینی در کتابش به فاطمه زهرا تهمت عدم ایمان زده به الله سبحانه و تعالی. این تهمتی که زده این معنی رو میده. شما از این ناراحت نیستید؟ این کتابو که ما ننوشتیم که ما اختلاف بندازیم. حالا نوشته یا ننوشته، ما حالا کلمه بگه. ببین من تشکر میکنم آقا علی بزرگوار. چشم در این مورد صحبت میکنم. تشکر، من در این مورد صحبت میکنم برادر بزرگوار. تشکر میکنم از شما. مجبورم تماس رو قطع بکنم چون که سوالات کمی احتیاج به بحث مفصل داره. آقا مهدی در مورد شهادت فاطمه زهرا، ما بارها گفتیم که این سیدنا علی رضی الله تعالی عنه نه کسی بود که راضی بشه به این که
کسی بیاد مثل ابوبکر و عمر به همسرش تعارض بکنه یا حمله بکنه و نه ابوبکر و عمر کسی بودن که این جرأت و شهامت رو داشته باشن که به همسر علی توهین بکنن. این یک واقعیتی هست که جایگاهی که سیدنا علی رضی الله تعالی عنه داشتن نزد تمام مسلمانان اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم و جایگاهی رو که خاتون دو عالم سیدتنا فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها داشتند در میان صحابه و اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم، این جایگاه به هیچ عنوان اجازه چنین کاری رو نمیدهد. اولا اگر وقتی که ما میخوایم بررسی بکنیم این قضیه رو که آیا صحت دارد یا خیر، مرجع ما تاریخ هست. روایات تاریخی را یا روایات دینی رو باید در این زمینه بررسی کرد و اون کسی که این ادعا را میکند که فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها به شهادت رسیدن، اون باید ادعا خودش رو ثابت بکنه. اساساً باید این ادعا ثابت بشه که به هیچ عنوان این ادعا قابل اثبات نیست. مطلب دیگر این که ما معتقد هستیم که حضرت فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها مقامش از شهدا بالاتر هست. ایشون مقامشون مقام صدیقیت هست و به شهادت نرسیدند، منتها مقامی فراتر از شهادت رو الله متعال به ایشون در واقع عنایت فرمودند. و افسانه هایی که در مورد شهادت فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها بیان می شود، هیچ کدام آنها صحت ندارند، افسانه هستند به معنی واقعی کلمه و هیچ گونه صحت تاریخی و سندی رو ندارند. حتی در ایران هم این شهادت تازه چند صباحی بیشتر نیست که در واقع مطرح شده. چند سال قبل، این خصوصا در دهه 60 و اوایل دهه 70 چون این مسائلی مطرح نبوده و این علما یا مراجع شیعه یا حکومت ایران هست که این مطالب را در واقع آمده و مطرح کرده و بحث شهادت فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها را اعلام کرده. و از این که بگذاریم، سیدنا علی رضی الله تعالی عنه که بنابر روایات خود شیعه آمده که حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم فاطمه را، حضرت حسن را، حسین را به حضرت علی رضی الله تعالی عنه سپردند. علی که شیر خداوند متعال هست، شیر الله هست و اون قهرمانی رو که شیعه و سنی سراغ دارند از سیدنا علی رضی الله تعالی عنه و اون دلاوری هایی رو که خود حضرت علی در مقابل کفار داشت در میدان جنگ و در بدر و احد و در واقع خندق و بقیه موارد داشتند، اون شهامت و شجاعت سیدنا علی رضی الله تعالی عنه در اینجا کجا رفت؟ در هیچ تاریخی نیومده که حضرت علی رضی الله تعالی عنه اومده باشند دفاع کرده باشند بدین معنی که حداقل قاتل حضرت فاطمه زهرا را بکشند یا حمله بکنند، اجازه ورود ندهند به خانه ایشان. چون این مواردی با روایت صحیح در کتاب، نه کتاب اهل سنت اومده و نه در کتاب شیعه، اضافه بر این که اصل این جریان در واقع یک جریان جعلی و ساختگی است و هدف از جعل این روایات و علم کردن این روایات قطعا چیزی جز تفریقه و جز توهین به شعائر اهل سنت و به بزرگان اهل سنت و جماعت در واقع نیست. بله، جزاکم الله خیر. و اضافه بر این و زندگانی خود سیدنا علی رضی الله تعالی عنه همکاری رو که داشتن بیعت کردن با ابوبکر، با عمر، با حضرت عثمان رضی الله تعالی عنهم اجمعین و هم بیعت کردند و هم قضاوت رو بر عهده داشتن، هم بحث وزارت رو بر عهده داشتن. در کتاب خود اقوال سیدنا علی رضی الله تعالی عنه نهج البلاغه اقوال زیادی هست که حضرت علی رضی الله تعالی عنه ابوبکر و عمر رضی الله تعالی عنه را می‌ستاید و خود علی رضی الله تعالی عنه با اونها همکاری می‌کرده. اگر قرار باشه یک فردی متهم بشود، در اینجا خود سیدنا علی رضی الله تعالی عنه متهم می‌شود، زیرا که در هیچ روایاتی نیامده که سیدنا علی رضی الله تعالی عنه شمشیر کشیده باشه یا حتی بنابر روایات شیعه صراحتا اومده که حضرت زهرا رضی الله تعالی عنها از سیدنا علی رضی الله تعالی عنه ناراحت شدند به این خاطر که در کنار ایشان نایستادند برای پس گرفتن فدک به تعبیر شیعه یا در اون ظلم و ستمی که میگویند بر حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها رفته. سیدنا علی رضی الله تعالی هیچ گونه اقدامی رو نکردند به گونه‌ای که سیدتنا فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها ناراحت شدند و ایشون رو نکوهش کردند. بله، جزاکم الله خیر. خیلی مختصر از استاد چون 4 دقیقه بیشتر وقت نداریم. آقا احمد خیلی ناراحت بودن که منصفانه در مورد سقیفه شما صحبت نمی کنید. همین نهج البلاغه ذکر کرده، نامه 6 نهج البلاغه
انما الشورى للمهاجرین و الانصار. بفرمایید. این بحث همون اگر بخواد دنبال واقعیت و حقیقت باشند، این خطبه نهج البلاغه و بقیه جاها اقوال سیدنا علی، رفتار ایشون و سیره ایشون کاملا بیانگر واقعیت هایی است که در زمان رسول الله و بعد از وفات ایشون در واقع اتفاق افتاده. ایشون صراحت دارن انما الشورى للمهاجرین و الانصار، شورا از آن مهاجرین و انصار هست. فإن اجتمعوا على رجل و سموه اماما فكان ذلك لله رضا، این موجب رضایت الله متعال میشه. در موارد متعددی خود سیدنا علی بیان میکنه اگر مردم جمع شدند یک جای بیعت کردند با امامی، کسانی که غایب هستند نمیتوانند اون بیعت رو رد بکنند، اونایی که حاضر هستند دوباره نمیتونند که از حرف خودشون و از در واقع بیعت خودشون برگردند. و واقعیت این بوده که جریان سقیفه یک جریان کاملا عادی بوده، به هیچ عنوان به معنی غصب خلافت یا غصب حق سیدنا علی رضی الله تعالی عنه نبوده، بلکه خود سیدنا علی در حکومت و خلافت ابوبکر و عمر و عثمان سهم بسیار بزرگی و در حد وزارت رو در واقع داشتند. بله، خیلی کوتاه در یک دقیقه جناب استاد، که اتحاد شیعه و سنی ناراحت بودن که این حرفای ما سبب تفرقه بین شیعه و سنی میشه. آیا اهل سنت اسباب تفرقه رو مهیا کردن یا این واقعا انسانی که عقل داره و اهل تدبر هست، من تحدی میکنم و این اعلام میکنم برای تمام شیعه، از علما و مراجع شیعه، عوام شیعه، شما بیایید 1%، فقط 1% از توهین هایی رو که علما و مراجع و عوام شیعه و روزخوانان شیعه به بزرگان اهل سنت کردن، به ابوبکر و عمر و عثمان رضی الله تعالی عنهم کردن، شما بیایید 1% رو از اهل سنت بیاورید که به علی اهانت کرده باشند، به حسن، حسین یا ائمه 12 شما اهانتی رو در واقع کرده باشند. اگر منصفانه بنگرید میبینید که عامل تفریقه در اینجا شیعه هست، نه اهل سنت و الجماعت. اهل سنت به خودشون به هیچ عنوان اجازه نمیدند که به بزرگان اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم اهانتی بکنند، بلکه محبت آنان را جزء ایمان خودشون میدانند و در نماز بر ما فرض هست که بر محمد و آل محمد هم درود بفرستیم. اللهم صل علی سیدنا و حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. تشکر میکنم از حضرت مولانا عبدالقدوس دهقان که در این برنامه با ما همراه بودند و همچنین تشکر میکنم از تک تک شما عزیزانی که بیننده برنامه حجت بی حجت بودید. همین مطالبی که ما ذکر کردیم، نامه 6 نهج البلاغه رو برید در کتاب نهج البلاغه بخونید و نظر سیدنا علی رضی الله تعالی عنه رو در مورد خلفای راشدین ببینید. ببینید که ما تفرقه میندازیم یا آخوندهای رافضی که امروز در قم، همین 3-4 روز قبل یا 3-4 هفته قبل میبخشید، در قم 3-4 روز بعد از کنفرانس وحدت اسلامی که در اونجا برگزار شده بود راهپیمایی کردند و در این راهپیمایی بدترین فحش‌ها و دشنام‌ها را نثار خلفای راشدین و اصحاب رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نمودند. پس دشمنان صحابه و دشمنان اهل بیت پیامبر، آخوندهای رافضی، دشمنان وحدت بین امت اسلامی هستند. امیدواریم که الله سبحانه و تعالی این توفیق رو نصیب بکنه به من و به شما و به تک تک مسلمانان که پیرو واقعی قرآن کریم و سنت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و دوستدار صحابه و اهل بیتشون باشیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جزاکم الله خیر.